بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و بررسی کتاب حجت در اصول کافی. در کتاب کافی، یکی از کتاب‌های معروف شیعیان که نویسنده آن محمد ابن یعقوب کلینی ثقة الاسلام اونا می باشه که بعضیاشون ادعا کردن که این کتاب به محضر امام زمان هم رسیده و ایشان فرمودن که الکافی کافی لشیعتنا. ما در این برنامه خیلی از مصیبت‌ها و بلایای این کتاب رو خدمت شما عزیزان نشون دادیم و مورد بررسی قرار دادیم. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم، استاد محترم علوم اسلامی، کارشناس برنامه که در استودیو حضور دارن. من از ادب و احترام دارم خدمت جناب استاد. منم متقابلا خدمت شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همچنین خدمت تمامی بینندگان عزیز عرض وقت بخیر و سلام دارم. امیدوار هستم که هر جایی هستند در عافیت و سلامت انشالله باشند و امیدوار هستم که در این برنامه بتونیم مسائل مفیدی رو خدمت بینندگان عزیز انشالله ارائه بدیم. انشالله. جزاکم الله خیر. دوستان عزیز بیننده، همونطوری که میدونید یکی از عادتهای علمای روافض این است که آیه‌هایی از قرآن کریم رو انتخاب میکنن، ما قبل و ما بعدش رو در نظر نمیگیرن و گاهی اوقات جزئی از یک آیه‌ای رو که در مورد یک موضوع خاصی نازل شده و شأن نزول آن در مورد موضوع خاصی است انتخاب میکنن و بر اساس اون آیه یا جزئی از آیه یکی از اعتقادات باطل خودشون رو سعی میکنن که در بین مسلمان ها تبلیغ بکنن و ثابت نمایند. به طور مثال آیه تطهیر رو در بین آیاتی که در مورد همسران بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، جزئی از یک آیه رو انتخاب کردند و اعتقاد عصمت ائمه و پاک بودن آنها از گناهان صغیره و کبیره رو بر مبنای این آیه پایه‌گذاری کردند. یکی از آیاتی که همیشه به اون استدلال میکنند در قضیه اثبات امامت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه آیه 55 سوره مائده است که در این آیه ادعا کردند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مشغول نماز خواندن بودند در داخل مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سائلی یا گدایی از اونجا رد میشد و طلب به اصطلاح کمک میکنه و ایشون در حالی که در نماز هستن انگشتر خودشون رو در میارن و به این گدا میدن و بعد از این عمل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این آیه نازل میشه که آیه 55 سوره مائده است که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یار و ولی شما الله و رسول اوست و کسانی که ایمان آوردن، کسانی که نماز را برپا می‌دارن و در حالی که خاشع و فروتن هستن زکات میدهند. این آیه رو تعبیر میکنن به امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که خود این تفسیر و ترجمه‌ای که از این آیه ارائه میدن تضادها و تناقض‌های فراوانی داره که انشالله ما مفصل این مطلب رو در این برنامه، در برنامه حجت بی حجت در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان مطرح خواهیم کرد و جناب مولانا انشالله تضادها و تناقضات و باطل بودن این ادعا رو در این برنامه ثابت خواهند کرد. جناب مولانا، این آیه 55 سوره مائده آیه جالبی هست. یعنی همیشه که ما به دنبال دلایلی که شیعیان میارن از کتاب الله سبحانه و تعالی میریم، میبینیم که کلن ما قبل و ما بعد آیات رو یا اون سیاق و سباق آیات رو و اون داستان یا اون
متنی که در اون مورد این آیات نازل شده را اصلا در نظر نمیگیرن و به یک قسمتی بر اساس اون هوا و هوسی که دارن استناد میکنن و سعی میکنن که عقیده باطلشون رو در مورد این آیات تطبیق بدن. این آیه هم که من همینطوری الان که باز کردم این صفحه مصحف، اگر دوستان عزیز نشون بدن، کلا موضوع چیز دیگری است. موضوع ولا و برا در دین مبین اسلام هست که در آیه 51 این سوره الله سبحانه و تعالی خطاب قرار میده مؤمنان را که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید یا ای مؤمنان یهود و نصارا رو دوستانتون نگیرید. بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، بعضی از آنها دوستدار بعضی دیگر هستند و اگر کسی از شما آنها را دوست و یار خود بگیرد فانه منهم، و هم از جمله آنها محسوب میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله سبحانه و تعالی گروه ظالم را هدایت نمیده. و آیه دوم در مورد منافقین و کسانی که با کفار همکاری میکنن تا میاد این موضوع رو در مورد کسایی که مرتد میشن در آیه 54 و آیه 55 بعد از اینکه گروهی که یار و همکار کفار هستند و منافقین رو اینجا توصیف میکنه، میاد در مورد مؤمنین و صفات زیبای اونها بحث میکنه که مؤمنین واقعی کسایی هستند که ولی اونها، یار اونها الله و رسولش است و کسانی که ایمان آوردن. اگر بحث رو از اینجا شروع بکنیم در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همون گونه که شما هم اشاره کردید در مورد امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این نکته رو من قبلا اشاره بکنم که ما در مورد امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو نداریم که ایشان یکی از ائمه بزرگوار اسلام هستند، یکی از بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. ما مفتخر هستیم که ایشون را به عنوان امام خودمون و به عنوان یکی از پیشوایان خودمون پذیرفته ایم و روایات بسیار زیادی را که بیشتر از روایاتی هست که ما از سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم داریم، ما از حضرت علی رضی الله تعالی عنه داریم. این بدین معنی هست که ما امامت ایشان را در دین و برتری ایشان را که ایشون یکی از مراجع ما هستند در روایات، این در واقع هیچ جای شک و شبهه‌ای رو در میان اهل سنت و الجماعت باقی نمیگذاره. ما هم از نظر امامت معنوی قائل به امامت ایشان هستیم، زیرا که یکی از اصحاب رسول الله هستند، یکی از مهاجرین هستند، یکی از سابقین اولین هستند، یکی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و این فضایل بسیار زیاد و بیشماری هست که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارند. هم در بعد امامت دینی و معنوی ما قائل به امامت ایشان هستیم، یکی از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بزرگان صحابه بودند، یکی از علمای صحابه بودند و روایاتشون در کتب صحاح و سنن و مسانید اهل سنت و الجماعت فراوان هست که بسیاری از روایات ایشان مستند مباحث و بحث‌های اعتقادی و همچنین بحث‌های شرعی و فقهی اهل سنت و الجماعت هستیم. به معنی این است که اهل سنت و الجماعت امامت سیدنا علی را در بعد معنوی و در بعد دینی قبول دارند و در بعد ریاست و امامت در واقع دنیوی که به معنی خلافت و فرمانروایی هست، ما ایشون رو یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت و امامان مسلمانان میدونیم، خلیفه چهارم مسلمانان هست. هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت در این دو قضیه هیچ گونه خلافی رو ندارند، هم در بعد خلافت و امامت دنیوی ایشان و هم در بعد امامت و خلافت در واقع معنوی و دینی ایشان. حتی جناب استاد خیلی میبخشید، ما در یک از برنامه شما عرض کردید که حتی روایاتی که اهل سنت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت کردن در کتب حدیثشون خیلی بیشتر از روایاتی است که شیعیان روایت کردن.
یعنی ما میتونیم در حقیقت ادعا بکنیم که ما شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب هستیم، نه کسانی که به دروغ امروز ادعا میکنن که شیعه و دوستدار علی است. و خطا این گونه هست. اگر شیعه واقعا انصافا و عملا میخواهند که ثابت بکنند و ببینند که چه کسانی پیروان واقعی حضرت علی و همچنین بقیه ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، بیاند و نشان بدن. ما اهل سنت و الجماعت از منابع و مصادر دینی خودمون، از صحیح بخاری و مسلم و کتب سته و بقیه سنن و مسانید خودمون، روایات صحیحی رو که بر مبنای اهل سنت و الجماعت و بنابر معیارهای دقیق اهل سنت و الجماعت صحیح هست، ما اینا رو عرضه میکنیم. بیان شیعه خدشه وارد بکنند که بنابر فلان اصل حدیثی شما این حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه نمیتونه صحیح باشه. ما روایات صحیح خودمون رو از حضرت علی تقدیم میکنیم، نشان میدهیم و شما هم بیایید به موازات اهل سنت و الجماعت بر اساس اون علم حدیثی که شما بنیان گذارش کردید و بزرگان شما برای شما تدوین کردند یا به تعبیر صحیح‌تر از اهل سنت اخذش کردند، شما بیایید روایات صحیح حضرت علی رضی الله تعالی عنه را در کتاب‌های شیعه و با راویان شیعه بیایید و مطرح بکنید و نشان بدهید، ببینیم که چه کسانی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و دیگر ائمه اهل بیت روایات صحیح رو دارند. همون گونه که شما اشاره کردید، روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه در کتب اهل سنت و الجماعت بیشتر از روایات حضرت ابوبکر و عمر و عثمان هست. یعنی این سه بزرگوار رو تمامی روایاتشون رو در یک کفه میزان بگذاریم و روایات حضرت علی رو فقط در یک کفه میزان و ترازو بگذاریم، باز هم روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه نزد اهل سنت و الجماعت از مجموع روایات سه خلیفه اول بیشتر هست. درست. اگر با هر معیاری بخوایم بسنجیم، این دلیل بر ارادت هست، دلیل بر پذیرفتن امامت هست، دلیل بر معتقد بودن به صداقت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. پس بنابراین در این زمینه ما هیچ گونه بحثی رو با شیعه نداریم، بلکه عملا و واقعا هم پیروان واقعی حضرت علی رضی الله تعالی عنه که هم از نظر اعتقاد پیروی ایشان بودند و هم در عمل پیروی ایشان بودند، در مسائل فقهی و در واقع شرعی پیروی ایشان هستند، بیشترین اتباع و پیروی رو و دقیق ترین اتباع و پیروی رو اهل سنت و جماعت دارند. جناب استاد، من در این مورد جستجو می‌کردم، تنها روایاتی که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت دارن بیش از 803 روایت است. بله. و تعداد روایاتی که کتب اربعه شیعه، یعنی معتبرترین کتب اینها، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارن حدود 690 روایت است. یعنی من تعجب کردم، یعنی تنها یکی از ائمه اربعه اهل سنت بیشتر از همه اون کتاب‌های معتبر شیعه از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت داره. و نکته جالبتر این هست که در این موارد همون گونه که من قبلا اشاره کردم، اگر بخوایم روایات صحیح رو مقایسه بکنیم، روایات صحیح رو که اهل سنت و شیعه از حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارن، میبینیم که اهل تشیع در این زمینه هیچ گونه روایت صحیح و سند و معتبری رو از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که با طرق شیعه ثابت باشه و موافق با موازین و معیارهای حدیثی شیعه باشه، متاسفانه چنین چیزی وجود نداره و حدیثی رو ندارن. این در بعد امامت و خلافت ایشان هست، هم از نظر دنیوی و هم از نظر اخروی و دینی که ما معتقد به امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هستیم. اما امامتی که به تعبیر شیعه و قرائتی که شیعه دارند از امامت و جایگاهی رو که امامت نزد شیعه داره که به عنوان یکی از اصول دین یا به تعبیری اصول مذهب شیعه در واقع هست، در این زمینه ما باید بنگریم به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که آیات قرآن باید آیاتی باشند صریح باشند، دلالت بر موضوع بکنند و همچنین روایاتی که نقل می شود از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا یکی دیگر از ائمه اهل بیت یا اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم، شرط قبول و پذیرش یک روایت این است که این روایت هم باید صحیح باشد، صحیح و دلالت باشد و هم صریح
صحیح باشد که این مطلب را و امامت ائمه را به صورت وضوح و شفاف برای ما در واقع بیان بکنند. متاسفانه در میان آیات قرآن کریم هیچ آیه، حتی یک آیه و نصف آیه‌ای که صراحت داشته باشد در مورد امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا یکی دیگر از فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین آیه مطلقاً وجود ندارد. و در میان روایاتی که شیعه و سنی روایت کردند از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا همچنین روایاتی که شیعه از ائمه خودشون نقل کردند که اونها رو ائمه معصومین میدادند، حتی یک روایت صحیح السند و صریح الدلاله وجود ندارد که امامت حضرت علی را یا امامت یکی از ائمه 12گانه اونها را در واقع اثبات بکنه. این واقعا جای تأمل هست که در مورد اثبات نماز، در مورد حتی جزئیات، نه اصل وجوب نماز و فرض بودن نماز، درباره جزئیات نماز ما آیاتی رو داریم، روایات صحیحی رو داریم که هیچ گونه اختلافی میان شیعه و سنی وجود نداره. و همچنین بقیه ارکان اسلام که هستند، زکات هست، روزه هست و حج هست، در اصل وجوبشون آیات و روایات صحیح و در واقع روایات صحیح و سندی وجود داره که صراحت کامل دارن. در بسیاری از جزئیاتش ما روایات بسیار قوی و صحیح رو داریم، اما در مورد اصل امامت یا ولایت به تعبیر و قرائتش متاسفانه نه آیه‌ای وجود دارد و نه اینکه روایت صحیح و صریح در این زمینه وجود دارد. و تمامی استدلال‌هایی که شیعه می‌کنند استدلال‌های ناقصی هست، استدلال‌هایی است که از آیات قرآن هست که ما قبل و ما بعد این آیات را به صورت کلی نادیده گرفتند، این آیات رو قطع و برید کردند، از سیاق و سباقشون اونها را گرفتند. روایاتی که وجود داره از اونها برای اثبات امامت استدلال میکنند روایات جعلی هست، روایات دروغینی هست یا روایات ضعیفی هست یا اینکه اگر صحیح باشند صراحتی رو بر مسئله امامت ندارند. و این مسئله رو ما بارها در جلسات گذشته برای شیعیان و اهل سنت به صورت کامل و بدون جانبداری و بلکه بدون هیچ گونه جانبداری و طرفداری از یکی از این دو مذهب و دو گروه و ایده، ما این مسائل را و مطالبی را که در کتاب اصول کافی و در کتاب حجت آمده بود ما به صورت کامل اینها رو بررسی کردیم. کتاب الحجت که در اصول کافی هست یک ویژگی خاصی رو داره که صحیح ترین و دقیق ترین و صحیح ترین روایاتی رو که در مورد امامت حضرت علی یا امامت بقیه ائمه اثنا عشر هست در این کتاب وجود داره. و خود کلینی که یکی از معاصرین زمان غیبت صغرا بوده که این یک فضیلت و ویژگی هست که بقیه نویسندگان و کتاب‌های شیعه در واقع ندارن، بدین خاطر ما این کتاب رو بررسی کردیم و این انتخاب کردیم که آقای کلینی بیش از 20 سال یا حدود 20 سال زحمت کشیدند و تلاش کردند و بررسی و جستجو تحقیق کردند تا اینکه نهایتا تونستند این کتاب را به جامعه شیعه تقدیم بکنند. ما در جلسات گذشته روایاتی رو از ابواب این کتاب ما خدمت بینندگان بررسی کردیم و اثبات کردیم که هیچ گونه دلیل صحیح و صریحی برای امامت ائمه شیعه در واقع حتی در کتاب اصول کافی وجود ندارد. و در جلسات گذشته باب ائمه اثنا عشر را که روایاتی رو که درباره اثنا عشر و امامان 12گانه شیعه بود ما قبلا به صورت کامل اینها رو بررسی کردیم و بعد از آن پرداختیم به باب ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدا فواحدا که روایت اول این باب را ما هم از نظر سندی بررسی کردیم هم از نظر متن بسیاری از مواردش رو بررسی کردیم که انشاءالله در جلسات دیگر باز هم به برخی از نکاتی که در این روایت اومده ما نیاز خواهیم داشت و اونا جداگانه انشاءالله بررسی خواهیم کرد. در این کتاب همون گونه که من عرض کردم قدیمی ترین و صحیح ترین و موثق ترین کتاب شیعه هست. در مقدمه این کتاب یک مقدمه بسیار مفصلی رو در این باره نوشتند، اقوال علمای شیعه که شیعیان در طول تاریخ کتابی به این وثاقت و به این اعتباری که اصول کافی دارد تا حالا تألیف نکردند و وجود ندارند. در این کتاب
طبیعی هست که شما دنبال روایات صحیح بگردید وقتی که نویسنده این کتاب در زمان غیبت صغرا بوده، یعنی امکان ارتباط مستقیم با امام مهدی و امام 12 را داشته، یا حداقل با یک واسطه میتونسته که به امام زمان خودش برسه. با در زمان سفرای اربعه زندگی میکردن آقای کلینی و این کتاب از قدیمی ترین کتبشون هست که طبعا باید در سند هم کمترین درجه رو داشته باشه، یعنی برخوردار از علو سندی باشه، که از این جهت باید صحیح ترین و دقیق ترین روایات مبنی بر امامت ائمه اثنا عشر در این کتاب وجود داشته باشه. در این باب دومی که ما در تحت بررسی هست و از اون روایتی رو ما نقل کردیم، روایت اول رو در چندین جلسه ما خدمت بینندگان عزیز مطرح کردیم، هم از نظر سندی و هم از نظر محتوایش ما بررسی کردیم. گرچه روایت اول که با 2 سند اومده و علامه مجلسی این روایت رو گفته بود که این روایت صحیح هست و هر 2 سند رو تصحیح کرده بود، منتها ما هم راویان این سندها رو بررسی کردیم و هم متن این روایت رو بررسی کردیم که انشاءالله در جلسات دیگر باز هم به این خواهیم پرداخت. من اگر شما اجازه بدید یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر تعداد روایاتی که در این باب وجود دارد و تعداد روایات صحیحی که در این مجموعه وجود دارد، که در یک باب چند روایت صحیح ما داریم که دلالت بر امامت و ولایت ائمه میکنند به تعبیر و قرائتی که در واقع شیعه دارند. در این باب اگر دوستان اینو نمایش بدن، باب ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه، این کتاب مرآت العقول هست، مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تعریف علامه شیخ الاسلام مولا محمد باقر المجلسی که متوفای سال 111 هست و این جلدش هم جلد سوم این کتاب هست که من خدمت دوستان نمایش میدم. من در اینجا در باب ما نص الله عز وجل، ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدا فواحدا، روایت اولش رو ما کاملا بررسی کردیم و این روایت بنابر دیدگاه و نظر آقای مجلسی صحیح بود که در اینجا اشاره کردند که الحدیث الاول صحیح بسنده، که ما البته این روایت رو بررسی سندی کردیم و ان شاء الله باز هم در مورد محتوای این روایت ما مطالب دیگری هست که خدمت بینندگان در جلسات بعد من اشاره خواهم کرد. و بعد از این روایت دومی که در اینجا آمده باز هم در صفحه 249 این کتاب هست، در اینجا آقای مجلسی میگه الحدیث الثانی مجهول، این روایت مجهولی هست و همچنین روایت بعدی که روایت سوم هست ضعیف علی المشهور، این روایتی هست که مورد بحث ما در جلسه امروز هست. ان شاء الله روی این روایت ما مطالبی رو عرض خواهیم کرد. و حدیث چهارمی که در اینجا آمده الحدیث الرابع حسن، این روایت حسن هست که در اینجا ذکرش کرده و مجموعاً در این باب همون گونه که من قبلا اشاره کردم 7 روایت وجود داره. و روایت پنجم مجهول هست، الحدیث الخامس مجهول، الحدیث السادس ضعیف بسنده، هر 2 تا سندی رو که در این روایت آورده هر 2 تاشون ضعیف هستند، قابل استدلال نیستند. و همچنین روایت آخر و هفتمی که در این باب هست الحدیث السابع ضعیف علی المشهور، روایت هفتم هم ضعیف هست بنابر قول مشهوری که در واقع وجود داره. یعنی پس یک حدیث صحیح 2 تا مجهول، 3 تا ضعیف. برای اثبات امامت ائمه اثنا عشر، یا به تعبیری که آقای کلینی رو مطرح کردن، باب ما نص الله و رسوله علی الائمه واحدا فواحدا، که ائمه 12 رو یکی بعد از دیگری کردن. در این باب فقط کلینی در طول 20 سال تمام که این کتاب را تالیف می‌کرده فقط تونسته 7 حدیث رو موافق با ترجمه الباب و موافق با مضمون این باب در واقع جمع‌آوری بکند و در این باب قرار بدهد و از مجموع این 7 روایت فقط یک روایتش که روایت اول هست این روایت را گفته که صحیح هست، به اضافه این روایت چهارم که گفته حسن است. باقی مانده روایت تمام روایات ضعیفی هستند و روایات مجهولی هستند. این جای تأمل داره که باید یعنی جای سوال باشه برای هر فرد شیعی که دنبال حقیقت و واقعیت است. اگر واقعاً
شخصیتی مانند علامه کلینی و صحة الاسلام کلینی در طول مدت 20 سال تمام وقت گذاشته باشند و این کتاب را جمع‌آوری کرده باشند و در زمان غیبت صغرا زندگی کرده باشند که مستقیما راه ارتباطی هنوز با امام زمان قطع نشده بوده، اگر ایشون در مورد اثبات امامت ائمه اثنا عشره که یکی بعد از دیگری رو معرفی بکنند، اون گونه که عنوان این باب هست، فقط 7 روایت رو تونسته جمع‌آوری بکند، یا به تعبیر دیگر فقط 7 روایت را شایسته دیده که در کتاب خودش ذکر بکند و در این تلاش 20 ساله صحة الاسلام کلینی فقط از این مجموعه 7 روایتی که وجود داره فقط یک روایت صحیح هست بنابر اعتقاد خودشون که ما بارها اینو مطرح کردیم و گفتیم که این روایت نه تنها صحیح نیست بلکه اشکالات سندی و اشکالات متنی خیلی زیادی رو داشت که اینها رو ما بررسی کردیم و انشالله باز هم به این روایت برمیگردیم. و حدیثی رو که امروز مورد بررسی ما هست این حدیث سوم این باب هست که در اینجا علامه مجلسی که یکی از بزرگان و محدثین مذهب شیعه هست در اینجا گفتن ضعیف علی المشهور، این روایت ضعیفی هست. اگر ما این حق رو هم میدهیم به بینندگان عزیز و به شیعیان که وقتی که یکی از علمای شیعه مانند به ثقل علامه مجلسی گفتند که این روایت ضعیفی هست، پس بنابراین نیازی به بحث کردن در محتوای حدیث نیست که ما در محتوای حدیث بحثی بکنیم یا اینکه سند آن را بررسی بکنیم، زیرا که به اعتراف خود علامه مجلسی این روایت ضعیفی هست و در باب امامت واقعا جای شرمندگی هست و جای تأسف هست که شیعه بخواهند امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه را یا یکی دیگر از ائمه را از روایات ضعیف استنباط بکنند، نه آیه صریحی در این زمینه داشته باشند و نه روایت صحیحی در این زمینه وجود داشته باشه و چنگ بزنند به روایات مجهول و به روایاتی که ضعیف هستند یا به افسانه ها و خرافاتی که در این زمینه وجود دارند. و این آیه رو که شما در اشاره کردید این در واقع جزئی از این روایت هست که این آیه رو که شما اشاره کردید به اون انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این روایت این آیت را شما در اختیار هر انسانی که بگذارید، هر انسانی، اما از اینکه شیعه باشد یا سنی باشد یا اینکه از فرقه های دیگر مسلمانان باشد یا اینکه اصلا مسلمان نباشد، شما کسی که اندک آشنایی رو داشته باشد با قرآن کریم، شما این آیه رو در اختیارش قرار بدهید که در این آیه این اومده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیا میتواند از این آیه برای اثبات امامت حضرت علی استدلال کرد؟ چنین چیزی اصلا امکانی وجود نداره که این در واقع کسی که این افسانه ها و خرافات و روایات جعلی در ذهنش نباشه و این توجیهات بارد و رکیک در ذهنش نباشه بدونه از این آیت امامت حضرت علی را یا یکی دیگر از ائمه شیعه رو در واقع اثبات بکنه. پس بنابراین من نمیخوام که به خود آیه بپردازم، انشالله در جلسه بعدی به خود آیه، به سباق و سیاق این آیه انشالله به صورت مفصل خواهیم پرداخت و در جلسه امروز فقط اکتفا میکنیم به این روایتی که در کتاب اصول کافی اومده و روایت سوم این باب هست که در این باب در واقع این روایت رو آورده، گرچه در اینجا علامه مجلسی اشاره کردند که این روایت ضعیفی هست. انشالله ما با وجود این باز هم برمیگردیم و روایت را یک مقداری بررسی سندی خواهیم کرد و بعد از این به محتوای این روایت و متن این روایت انشالله در این زمینه مطالبی رو عرض خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی هنوز هم در این باب کتاب حجت هستیم در اصول کافی، بابی که در اونجا ادعا شده دوستان اگر نشون بدن که باب ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدا فواحدا، یعنی این میشه گفت که دیگه این همه آقای کلینی به خودش زحمت داده و روایاتی رو جمع کرده تا ثابت بکنه که الله سبحانه و تعالی و رسولش نصی بر امامت و بر ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام نازل کرده. یک میان برنامه خیلی کوتاه با هم میبینیم و بعد از اون برمیگردیم خدمت شما عزیزان و در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود با بحث سومین روایت از روایت‌های این باب که ادعا شده که آیه 55 سوره مائده در شأن
سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نازل گردیده است. با ما همراه باشید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 33 20 10 12 62 2044 14 20 28 10 79. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی در برنامه حجت بی حجت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و سومین روایت از باب نص امامت بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و دیگر ائمه‌ای که ادعا می‌کنند از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان جانشینان پیامبر و امامانی که منصوص هستند از طرف الله سبحانه و تعالی برگزیده شدند. شما در این برنامه با دلایل و اون ادعاهایی که علمای شیعه دارند در باب اثبات عقاید باطل و مزخرفشون آشنا هستید که همیشه سعی میکنن از به اصطلاح دلایل لایتچسبکی استفاده بکنن که اگر که اینا رو بندازیم در میزان علم حدیث یک شلغم شوربایی است که خودشون هم توش موندن که چطور این مسئله رو حل بکنن. از یک طرف میبینیم که آیات قرآن کریم رو با اون تفسیر باطنی و تفسیر گمراهکنی که خودشون دارن تفسیر میکنن، ترجمه میکنن و به خورد مردم میدن. خلاصه این مذهب سراپا مضحکه که در این برنامه شما با خیلی از جوانب مخفی این مذهب و اعتقادات باطل اون آشنا شدید. جناب مولانا اگر متن این روایت رو قبل از همه چیز بخونیم و در خدمت شما باشیم که این متنش چه افسانه هایی در این متن نهفته. این در واقع متن روایت سوم که یکی از دلایل اثبات امامت ائمه اثنا عشر هست که آقای کلینی در کتاب خودشون اینو صلاح دیدند و این حدیث رو به عنوان یکی از دلایل امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه در واقع اثبات کردن. همون گونه که از عنوان این باب ظاهر هست و همه میدونن این باب را برای اثبات امامت ائمه یکی بعد از دیگری آورده، یعنی نصوصی که وجود داره که امام اول فلانی، امام دوم فلانی، امام سوم فلانی، یعنی نصوص و اشاراتی که در قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره برای اثبات امامت متعاقب و ترتیبوار ائمه دوازدهگانه شیعه که روایات اول و دوم را که گذشته و روایات سوم را انشالله در این برنامه به آن اشاره خواهیم داشت. بله، من یک اشاره بکنم خدمت بینندگان عزیز که جناب حضرت مولانا نسخه ای از کتاب کافی رو در اختیار دارن و دوربین عزیزانمون در اتاق فرمانم میتونه زوم بکنه
در این نسخه‌ای که وجود داره و از کتابخانه وصال حق و همچنین من نسخه‌ای رو دارم رو لپتاپ که گاهی دوستان از این صفحه میتونن که مطالبی رو نشون بدن. بله. من اصل کتاب هم یعنی چاپ قدیمی این کتاب هم اینجا در اختیار من هست، همراه دارم و خود کتاب مرآت العقول هم، چون که بحثی رو روی مرآت العقول روایتش هم ما بررسی کردیم و نظر علامه مجلسی رو، من این روایت رو از کتاب مرآت العقول خدمت بینندگان عزیز ان شاء الله نمایش خواهم داد. این روایت سوم این باب هست که در اینجا سندش به این گونه هست که اشاره می‌کند حسین ابن محمد ان معلا ابن محمد ان احمد ابن محمد ان حسن ابن محمد الهاشمی عن ابیه عن احمد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت منتهی می شود به امام ابو عبدالله امام جعفر صادق. من این اشاره رو کوتاهی رو درباره سند این روایت داشته باشم، گرچه مجلسی همه چیز رو گفته، وقتی گفته این روایت ضعیفی هست دیگه نیازی نیست که ما در مورد سندش بحثی بیشتری رو داشته باشیم، به خاطر من زیاد در مورد سندش تحقیق نکردم، فقط چند موردی رو بهش اشاره میکنم به صورت مختصر. یکی از راویانی که در این سند اومده معلا ابن محمد هست که به اتفاق در واقع که ما معتقد به این هستیم وقتی که یک روایتی از یک راوی ثقه و یک راوی عادل برای ما نقل شده باشه این معتبر هست، اما اگر این راوی ضعیفی باشه، فاسد العقیده‌ای باشه، فاسد المذهبی باشه و خودش مضطرب الحدیثی باشه، چون این حدیثی رو نمیتوان یک روایت معتبر و قابل استناد اونم در بخش اعتقادات در واقع مطرح کرد. این معلا ابن محمد اونگونه که در کتاب رجال نجاشی اومده در واقع یک روایتی هست، یک راوی هست که نمیشود به روایاتش چندان اعتباری رو قائل شد و این کتاب اگر دوستان نمایش بدن کتاب رجال نجاشی هست، رجال نجاشی و چاپ شرکت الاعلمی للمطبوعات بیروت لبنان و که در یک جلد چاپ شده و صفحه 400 این کتاب راوی رو معرفی کرده به عنوان معلا ابن محمد البصری که راوی 1117 هست. ابوالحسن مضطرب الحدیث و المذهب، این مضطرب الحدیث و المذهب هست، این هم خودش روایاتی رو که نقل میکنه روایات مضطربی هست، پریشانی هست، تضاد داره و خودش هم در مذهب خودش هم دچار اضطراب در واقع بوده. پس بنابراین چون این راوی رو صلاحیت این نداره که ما از روایات چون این کسی بیایم در اثبات عقیده خودمون از اون استدلال بکنیم. و اضافه بر آن حسن ابن محمد هاشمی که باز هم در این سند اومده عن ابیه و عن احمد ابن عیسی که از پدرش و از احمد ابن عیسی آورده، هم پدر این حسن ابن محمد هاشمی و هم احمد ابن عیسی در واقع این حسن ابن محمد هاشمی خودش ضعیف هست و انسانی نیست که در واقع روایتش معتبر باشه و پدرش و همچنین احمد ابن عیسی هر دوتا مجهول هستند و قابل انسانهای شناخته شده این نیستن، اونگونه که خویی در معجم خودش در جلد 2 صفحه 183 به این نقطه در واقع اشاره کرده و همین کافی هست. و اضافه بر این موارد خود علامه مجلسی در واقع این روایت رو یک روایت ضعیف علی المشهور معرفی کرده که قابل استناد در بحث اعتقادات در واقع نیست. متن این روایت در اینجا آمده که از ابو عبدالله نقل شده فی قول الله عز وجل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا قال انما یعنی اولا بکم. اینو تفسیرش کرده که ولی انما ولیکم الله و رسوله یعنی انما یعنی اولا بکم که اولاتر هستن به شما، ای احق بکم و به امورکم و انفسکم و اموالکم که اینها حقدارتر هستن هم به شما، به خودتان، به امورتان، به نفس و جان شما و اموال شما. الله و رسوله والذین آمنوا یعنی الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین آمنوا یعنی علی و اولاده الائمه الی یوم القیامه، علی و اولادش که ائمه هستن تا روز قیامت، یعنی اختیار جان شما، اختیار مال شما، اختیار خود شما و امور شما، کسی که حقدارتر هست به امور شما تمام این در واقع بزرگواران هستن، حضرت علی و اولادش به اضافه الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. این توجیهی هست که در این تفسیری هست که در واقع کرده که ما ان شاء الله در مورد خود آیه تفسیر این آیه معنی و مفهوم آیه با توجه به سیاق و سباقش ان شاء الله در جلسه بعدی خدمت بینندگان عزیز مطالبی رو عرض خواهم کرد.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكان امیر المؤمنین فی صلاة الظهر. امیر المؤمنین در نماز ظهر بود و مشغول خواندن نماز ظهر بود. و قد صلی رکعتین، امیر المؤمنین 2 رکعت از نماز رو خونده بود که و هو راکع، در رکوع بود. و علیه حلة قیمتها 1000 دینار، ایشون یک حله رو، یک ردایی رو داشتند و که بر روی شانه هاشون انداخته بودن، قیمتش هم 1000 در واقع دینار بود و قیمتها 1000 دینار. و کان النبی صلی الله علیه و سلم کساه ایاها، که این حله را و این لباس را رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان داده بود. ایاها و کان النجاشی اهداها له، و این لباس را نجاشی در واقع به هدیه داده بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فجاء سائلون، یک سائلی اومد، یک در واقع فرد سائلی اومد و که یک فردی که در واقع گدایی میکرد. فقال السلام علیک یا ولی الله، سلام بر شما ای ولی الله. و اولا بالمؤمنین من انفسهم، و اون کسی که اولا هستند بالمؤمنین من انفسهم. این خود بحث این روایت، این تعبیری که در اینجا به کار برده شده و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه به صورت کلی که یعنی کاری ندارم که بوده یا نبوده، اما در زمان این روایت چنین چیزی وجود نداشته. تنها مطلبی که در این ادعا میکنم که آورده در برخی از روایات این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غدیر خم این اشاره فرمودن، گفتند که آیا من اولاتر نیستم به شما، به نفسهای شما؟ در مورد حضرت علی رضی الله تعالی چیزی نیومده. و در ادامه در اونجا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که من مولاش باشم، علی هم مولای اون هست، که ان شاء الله این حدیث مولا را ما به صورت مفصل در برنامه‌های آینده بررسی خواهیم کرد. در اینجا این فرد سائل اومد به حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه که یا ولی الله و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون کسی که اولاتر هستی به مؤمنین بر انفسشون. خب تا حالا اصلا بحث امامت نازل نشده، هنوز این آیه نازل نشده و به چه گونه شما استدلال میکنید و این در واقع سائل اومده این فضائل را و این ویژگی ها را به حضرت علی رضی الله تعالی عنه نسبت میدهد؟ به هر صورت در مورد این خودش، در مورد خود این آیه، وقت نزول آیه تضادهای زیادی وجود دارد که ان شاء الله در ادامه مطالب من عرض خواهم کرد. یا ولی الله و اول المؤمنین من انفسهم تصدق علی مسکین، صدقه به یک مسکین بده که من مسکین هستم. فترح الحله الیه، اون حله را و اون ردا را در واقع حضرت علی رضی الله تعالی انداختن به طرف اون سائل. و اومع بیده الیه، اشاره کردند به دستش به طرف اون سائل که ان احملها، که بیا اینو بردار برای خودت ببر. فانزل الله عز وجل فیه هذه الآیه، بعد از آن خداوند متعال این آیه را نازل کرد. خب قبل از این، یعنی این که قبلا بحث امامتی نبوده، بحث ولایتی نبوده، این سائل از کجا اومده و میدونسته این علی ولی الله هست، این علی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ بعد از این که اومده سوال کرده و حضرت علی حله رو بهش داده، بعدا این آیه نازل شده که ولی شما اینها هستن. این خودش یک تضاد بسیار واضح و آشکاری هست در این روایت. به هر صورت فانزل الله عز وجل، بعد از اون این آیه نازل شد که فی هذه الآیه و سیر نعمت اولاده بنعمته فکل من بلغ من اولاده مبلغ الامامه، و هر کسی از اولاد حضرت علی که به محل امامت برسند، مبلغ امامت برسند یا وقت امامتشون فرا برسه، به همین کیفیت خواهند بود. و یکونو به هذه النعمت مثله، مانند حضرت علی رضی الله تعالی عنه خواهند بود. فیتصدقون و هم راکعون، ائمه اهل بیت در هنگام رکوع صدقه میدهند یا زکات میدهند. و السائل الذي سأل امیر المؤمنین علیه السلام من الملائکه والذین من الملائکه، و این سائلی که اومد نزد حضرت علی رضی الله عنه این فرشته بود. والذین یسألون الائمه من اولاده یکونون من الملائکه، و اون کسانی و سائلانی که می آیند نزد اولاد حضرت علی، نزد ائمه دیگر اهل بیت می آیند، اونها هم از فرشتگان در واقع خواهند بود. این روایتی هست که روایت ضعیفی است، ضعیف علل مشهور. اگر واقعا شیعه استدلال میکنند و معتقد هستند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در هنگام رکوع نماز صدقه دادند، زکات دادند و این آیه بعد از آن نازل شده، یک روایت صحیح و سندی در این زمینه به ما معرفی بکنند. این روایتی که شما معرفی کردید بنابر قول خود آقای مجلسی، این روایت ضعیفی هست و قابل استدلال نیست. ما
از شیعه، از علما و مراجع شیعه میخواهیم که فقط یک روایتی رو که صحیح باشه در کتاب‌های شیعه با سند شیعه نقل شده باشه اینو برای ما معرفی بکنند که گویا این مطلب باشه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه حله خودش را صدقه داد و بعد از آن این آیه نازل شد که ما دقیقاً بفهمیم که این واقعا دلیل بر امامت است. گرچه ولو این که چنین روایتی وجود داشته باشد، ولو این که چنین روایتی وجود داشته باشد در مورد خود مصداق ولایت، معنی ولایت در اینجا در واقع به چه معنی هست و این آیه چه معنی رو داره در زبان عربی، این خودش یک بحث جداگانه هست که در بحث محتوای روایت ان شاء الله ما به اون بحث خواهیم کرد. پس بنابراین در اینجا این استدلال شده که این روایت اگر صحیح باشه که صحیح نیست و اگر روایت صحیح در این زمینه با این محتوا شیعه بتونند ثابت بکنند که نمیتونن ثابت بکنند، نمیتوانند بیارن، بالفرض ما قبول بکنیم که هست چنین روایتی، شیعه هم اصرار داشته باشه که بله چنین روایتی وجود داره، اگر این روایت یا روایت مشابه با این روایت، با این محتوایی که در این روایت اومده اگر صحت داشته باشند، این دلیل به این هست که ائمه 11 گانه بعد از حضرت علی، خود حضرت علی که اثباتی نیست در این به بحث جداگانه هست، اگر این ثابت باشه که این روایت با سند صحیح و صریح وجود داشته باشه، این دلیل بر عدم امامت حسن و بقیه ائمه اثنا عشر هست. چطور؟ زیرا که در این روایت اومده صراحتاً که این نشان امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده. یک فرشته از آسمان اومده و این سوال کرده از حضرت علی در هنگامی که در وقت نماز ظهر بوده، ایشون 2 رکعت را خونده بودن، در رکوع نماز بودن و یک حله‌ای بر دوش حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده و این فرشته اومده و سوال کرده و حضرت علی در نماز اون صدقه یا زکات رو پرداخت کرده، به اون فرشته داده. و دلیل امامت ائمه دیگر هم این هست که یک فرشته از آسمان نازل میشه به عنوان یک سائل، به شکل یک انسان میاد و سوال میکند و هر امامی که وقت امامتش برسد و زمان امامتش برسد اون باید در حالت نماز بیاید و صدقه یک حله رو در واقع صدقه بدهد، که این مطلب برای هیچ یک از ائمه شیعه ثابت نشده. برای خود حضرت علی رضی الله عنه جای ثبوتش این محل شک و تردید هست. بالفرض که قبول بکنیم برای حضرت علی ثابت شده، بیارند روایاتی را که اثبات بکنه که ائمه 12 گانه شیعه همه اونها اون گونه که در این روایت اومده فرشته بر اونها نازل شده، به عنوان یک سائل اومده از اونها سوال کرده و اونها در واقع انگشتری رو یا حله‌ای رو صدقه داده باشند. حالا خب اگر حضرت سیدنا علی رضی الله عنه در موردش این آیه نازل شده و این فضیلت برایشون ثابت شده طبق ادعای شیعه، میگن که خب برای فرزندان ایشون هم همینطور منتقل شده نسلا در نسل. بله، ولو این که معتقد میشه که نسل در نسل منتقل شده، در خود این روایت اومده که این انتقال این امامت به این گونه خواهد بود که وقتی که هر اون امامی، در اینجا صراحتا اومده که يكون و في هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله. هر کسی که به درجه امامت برسد مثل حضرت علی رضی الله تعالی عنه می شود. فیتصدقون و هم راکعون، صدقه میدن در زمانی که در حالت رکوع باشند. و السائل الذي سأل امیر المؤمنین من الملائکه والذین يسألون الائمه من اولاد یکونون من الملائکه. و اون کسانی که میان از اولاد حضرت علی رضی الله عنه سوال میکنن اونها از فرشتگان خواهد بود. این علامت امامت ائمه اثنا عشر هست. اگر اینو تونستن ثابت بکنن، خب حداقل ما میتونیم بگیم که این روایت مصداقش ائمه اثنا عشر هستن. و اگر نتونستن اینو ثابت بکنن، دلیلی در این روایت برای اثبات امامت نه حضرت علی وجود داره و نه ائمه دیگری که در واقع استدلال در اینجا آقای کلینی اومده که واحدن فواحدن دلالت بر امامت اون افراد بکنه. این مطلبی هست در مورد خود این روایت که متن این روایت این هست. وقتی که ما برمیگردیم به کتاب‌های شیعه و بررسی میکنیم، میبینیم که این روایت همون گونه که آقای نجاشی گفته بود درباره معلا ابن محمد که مضطرب الحدیث و المذهب هست، این روایت هم از نظر سندی مشکل دارد که سندش را مشکلش را علامه مجلسی بیان کرده که گفته ضعیف علی المشهور در جلد 3 کتاب مرآت العقول صفحه 249 که جای بحثی نیست
که وقتی که یکی از ائمه شیعه اومده اینو تضعیفش کرده ما در اینجا حرفی رو نداریم، آمنا و سلمنا همون چیزی رو که آقای مجلسی در واقع در اینجا گفته. و از نظر محتوای این روایت واقعا همون گونه که نجاشی گفته این روایت مضطربی هست و تضاد و تناقض‌های بسیار زیادی در این روایت و روایاتی که در این زمینه وجود دارد با این محتوا تضاد و تناقض‌های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. من وقتی که داشتم این روایت رو بررسی می‌کردم دیدم تناقض‌های بسیار زیادی هست. واقعا یعنی وقت می‌خواد که انسان تمام این تناقض‌ها رو در واقع بررسی بکند و مطرح بکند. من فقط تعداد 10 تناقض رو از تناقضاتی که در این روایت وجود داره من در اینجا یادداشت کردم که خدمت بینندگان عزیز ان شاء الله کم کم عرض خواهم کرد. یکی از این تضادهایی که در این روایت اومده اون گونه که در این کتاب من این روایات دیگر رو از کتاب بحار الانوار خدمت بینندگان عزیز نمایش میدهم که روایات متعددی رو در این زمینه جمع کرده. در کتاب بحار الانوار در جلدهای متفاوت این کتاب جلد 35 و 36 هست و جلدهای بعدیش مطالبی رو در این زمینه به صورت گسترده آورده. اولین موردی که در این زمینه وجود داره این است که این آیه در کجا نازل شده؟ این آیه در کجا نازل شده؟ وقتی که این آیه در مورد امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است و اثبات امامت و خلافت بلافصل کرده برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه، خب یک اتفاق بسیار جالبی باید باشه، یک اتفاق بسیار مهمی باشه که تمام حداقل هواداران و پیروان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و اصحابی که همسو بودند با ایشان، فرزندان ایشان، اهل بیت ایشان، بنی هاشم، این واقعه را باید به صورت گسترده نقل می‌کردند و اینو توثیق می‌کردند، تاریخش رو دقیقاً ثبت می‌کردند. اما در محل این اتفاق این آیه در کجا نازل شده می‌بینیم که تفاوت بسیار عجیبی در این زمینه وجود دارد. به طور مثال در کتاب بحار الانوار جلد 35 این کتاب صفحه 183 این کتاب بحار الانوار هست، دوستان اینو نمایش بدن. کتاب بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار تالیف خود آقای مجلسی هست و جلد 18 این کتاب هست که فشرده چاپ شده. اون مطلبی که من عرض میکنم در جلد 35 هست، یعنی در چاپ های قدیم جلد 35 این کتاب هست و در جلد 35 صفحه 183 این کتاب که در این گوشه اینو یادداشت کردن، در اینجا بابی را آورده فی نزول آیت انما ولیکم الله فی شأنه، در این مورد که این آیه در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه نازل شده. در اینجا یک روایت اومده که این آیه در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، زمانی که رسول الله صلی در منزل خودشون بودن این آیه نازل شد. در روایت دیگری اومده که این آیه در محضر چند نفر از یهود نازل شد که تعدادی از یهود در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و در برخی از روایت اومده که این روایت اصلا در مکه نازل شده، اصلا در مدینه نازل نشده و مطالب گسترده‌ای که در این زمینه وجود داره. به طور مثال در این روایت اول این باب هست که این روایت رو در اینجا نقلش کرده که میگوید که علی ابن حاتم ان احمد الحمدانی ان جعفر ابن عبدالله المحمدی ان كثير ابن عیاش ان بالجارود ان ابي جعفر في قول الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآیه قال ان رهطا من اليهود اسلموا، یک گروهی از یهودیان اومدند و مسلمان شدند که یکی از اونها عبدالله ابن سلام بود و چند نفر دیگه در اونجا بودن. فاتوا النبی صلی الله علیه و سلم فقالوا یا نبی الله ان موسی اوصى الی یوشع بن نون. خب در اینجا صراحتا اومده که این گروه اومدن نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کردند که یا رسول الله موسی وصی رو داشته، یوشع بن نون وصی ایشان بوده، فمن وصیک یا رسول الله، وصی شما چه کسی هست؟ و من ولینا بعدک، ولی ما بعد از شما چه کسی هست؟ فنزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله و ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قوموا فقاموا فاتوا المسجد. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم برخاستند و رفتن به طرف مسجد، یعنی این که ایشون در منزل خودشون حضور داشتن و بعد از آن بلند شدند رفتن در مسجد. این یک روایتی هست و در روایت دیگر در این زمینه اومده که روایت سوم بازم از این کتاب که از مفید اینو نقلش کرده، من اصل سند رو نمیخونم به خاطر ضیق وقت. در اینجا عبدالله عن عون ابن عبید الله عن ابیه عن جده ابی رافع، این روایت نقل شده از ابو رافع هست، نقل میکنه قال دخلت علی رسول الله یوما و هو نائم
و حیة فی جانب البیت، من رفتم در منزل رسول الله صلی الله علیه و و دیدم که رسول الله خواب هستند و در یک گوشه خانه، و حیة فی جانب البیت، یک اژدهایی یا ماری در کنار خونه، در یک گوشه از خونه بود. فکرهت ان اقتلها فاوقظ النبی، من نخواستم که اون رو بکشم تا اینکه با این سر و صدا رسول الله صلی الله علیه و بیدار نشوند. فظننت انه یوحى الیه، من احساس کردم که الان که رسول الله در حالت خواب هستند دارد به ایشان وحی می شود، یعنی تازه در رسول الله صلی در حال این هستند که وحی بر ایشان نازل می شود. فاستجعت بینه و بین الحیة، کاری که من کردم رفتم وسط رسول الله و اون ماری و اژدهایی که وجود داشت خوابیدم. فقلت ان کان منها سوء کان الیه، اگر این اژدها هم ضرری رو داشته باشه این بذار که به من برسه، به رسول الله نرسد. فمکثت هنیئة فاستيقظ النبی، یک مقدار وقتی که گذشت رسول الله صلی الله علیه و بیدار شد و هو یقرأ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، دیدم که رسول الله صلی همون گونه که من حدس می‌زدم بر رسول الله صلی الله علیه و وحی نازل می‌شده و وقتی که رسول الله بیدار شدن این آیه رو خوندند که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب در روایت اول اومده بود که یک گروهی از یهود اومدن در منزل رسول الله و سوال کردند که ولی بعد از شما کی هست؟ بعدا این آیه نازل شد. در این روایت اومده که من رفتم در اونجا دیدم رسول الله خواب هست، در خونه خودشون هستن، تنها هستن و کسی نیست، ماری هم نزدیک رسول الله هست و من رفتم کنار رسول الله خوابیدم و بر رسول الله در خواب وحی نازل میشد و وقتی که رسول الله بیدار شدن دیدم که این آیه رو در واقع میخونن. این دلیل بر این هست که این آیه در خواب و در خانه رسول الله و به تنهایی در واقع نازل شده. و در کتاب بحار الانوار و در جلد 37 این کتاب در صفحه 128 این کتاب هست روایت دیگری وجود دارد که من اینو خدمت بینندگان نشان میدم که این دوستان اگر نمایش بدن این کتاب را بحار الانوار هست، الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار و جلد 38 این کتاب هست و این گوشه روایتی رو که در چاپ های قدیم هست نمایش داده، جلد 37 صفحه 127 هست که بالا هست، این صفحه 128 هست. در اینجا آمده وقت کان النبی صلی الله علیه و آله بعث علیا الی الیمن، رسول الله علی رو به یمن فرستاده بودند. فوافا مکه، حضرت علی رضی الله عنه به مکه اومد و نحن مع الرسول صلی الله علیه و سلم ثم توجه علی علیه السلام یوما نحو الکعبه، در همون زمانی که ما در همراه رسول الله صلی الله علیه و بودیم در مسجد الحرام و در مکه، یک روزی حضرت علی رضی الله عنه رفت طرف خانه کعبه که یصلی، نماز بخواند. فلما رکع اتاه سائل، حضرت علی که کنار خانه کعبه در حالت رکوع بود یک سائلی اومد، فتصدق علیه بحلقه خاتمه، حضرت علی رضی الله عنه انگشترش رو در واقع هدیه دادند به این سائل. فانزل الله تعالی، در اونجا رسول الله متعال این آیه رو نازل کردند که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. در روایت اول اومده بود که رسول الله در مجلس یهود نشسته بودند، این آیه نازل شد. در روایت دوم اومده بود که رسول الله خوابیده بودند، در خانه تنها بودند، نزدیک بود ماری ایشان رو نیش بزند و در حالت خواب بر ایشان وحی نازل میشد و این آیه نازل شد. در اینجا اومده که نه، اصلا نه در مدینه بوده و نه در مسجد رسول الله بوده و نه در خانه رسول الله، بلکه در مسجد الحرام بوده و حضرت علی کنار کعبه نماز میخونده و بعدا این آیه در واقع نازل شده. این یک تضادی هست در محل نزول این آیه که این آیه در واقع در کجا نازل شده و این اضطراب و این تضاد دلیل بر این است که خود اصل این جریان یک جریان دروغینی هست. اصل جریان تصدق و صدقه دادن حضرت علی رضی الله تعالی عنه و نزول این آیه درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک جریان بی اساسی هست، یک خرافه و افسانه‌ای هست و روایاتی که در این زمینه وجود دارند روایات کاملا جعلی و ساختگی هستند. این یک مطلب دیگر که این آیه چه وقتی نازل شد. در برخی از این روایت اومده که قبلا این آیه نازل شد، حضرت علی رضی الله عنه بعد از آن صدقه دادن. این قبلا این آیه نازل شده بود و بعد از آن حضرت علی رضی الله عنه صدقه دادن و در برخی روایات اومده که نه، برعکسش، اول حضرت علی رضی الله عنه صدقه دادن، بعد از آن این آیه نازل شد. اون گونه که در این روایتی که من خدمت شما نشون دادم این در واقع اومده بود. در کتاب بحار الانوار جلد 35 صفحه 183 در اینجا اومده قبل تصدق بوده، همین روایت اولی رو که من خدمت بینندگان عزیز نشان دادم که در اینجا اومده بود که یک گروه از یهود آمدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و
سوال کردند که یا رسول الله امام ما ولی ما بعد از شما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و این آیه بر ایشان نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله. بحثی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه نیست. این روایت رو اگر دوستان نشان بدن ادامه این آیه را، ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قوموا، بعد از این رسول الله فرمودند که برخیزید بلند بشوید. فقاموا، همه برخاستند. فاتوا المسجد، رفتن طرف مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاذا سائل خارج، دیدند که یک سائلی خارج شد از مسجد، تازه یک فردی اومد از مسجد، در واقع خارج شد سائلی. فقال یا سائل ما اعطاک احد شیئا، هیچ کسی از شما، هیچ کسی به تو چیزی نداد؟ خب این کسی که اومده بود از کجا فهمیدن؟ این راوی از کجا فهمید که این سائل هست؟ راوی که از کجا فهمید که این در مسجد بوده، در اونجا سوال کرده از مردم، این یک گدای بوده که در مسجد است. اما در اینجا میگه فیضا سائل خارجان، مطلب در اینجا این است که بعد از این که آیه نازل شده، بعد از این رسول الله صلی الله علیه و آله رفتن به مسجد و سوال کردند از این سائل که یا سائل ما اما اعطاک احد شیئا، کسی به شما چیزی نداده؟ فقال نعم هذا الخاتم، این خاتم را به من داده، این انگشتری رو در واقع به من دادن. این خودش یک تضاد دیگر هست که این چیزی که حضرت علی رضی الله صدقه داده بود این خاتم بود یا اون انگشتری بود، که در این روایت و اکثر روایت اون گونه که خود مجلسی هم اذعان کرده لفظ خاتم اومده و در روایتی که در کتاب اصول کافی بود در اینجا لفظ حله آمده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اون حله رو در واقع صدقه داده بودن. و این در واقع این در اینجا اومده بود که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از این که آیه نازل شده اومدند و این صدقه رو دادن. و در روایت بعدی که در یک صفحه بعد هست، در صفحه 185 هست، در اینجا اومده که نه، برعکسش هست، یعنی بعد اول آیه نازل شده، بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه این کار رو انجام داده. لسائل فقال النبی صلی الله علیه و سلم من اعطاک هذا الخاتم فقال ذلك الراکع، این فردی که در حالت رکوع هست، فانزل الله فیه و بعداً خداوند متعال این آیه رو نازل کرد که انما ولیکم الله و رسوله. و همون گونه که عرض کردم یکی از تناقضاتی که وجود دارد این است که در روایت اصول کافی اومده بود یک حله رو حضرت علی صدقه داده بود و در این روایت و روایات زیادی که در این زمینه وجود داره، این روایت به عنوان خاتم هست که در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 289 بحث حله بود و در کتاب بحار الانوار جلد 35 صفحه 183 که من خدمت بینندگان نشان دادم و همچنین روایات دیگری هست که این چیزی که حضرت علی رضی الله تعالی صدقه داده بود یک انگشتر بوده و در واقع یک حله و لباس نبوده. و مطالب بسیار زیاد دیگری در این زمینه وجود داره که اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم و دوباره در خدمت شما باشیم، چون که مطالبی هست که بسیار زیاد هست. باشه. خب بینندگان عزیز گرامی، با هم میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود با ادامه بحث سومین روایت از این باب که ادعا شده که آیه 55 سوره مائده در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نازل شده و قضیه دادن انگشتر در هنگام نماز. و از بررسی روایاتی که جناب مولانا از بحار الانوار و مقایسه این روایات با این روایت اصول کافی نمودن، واضح و آشکار است که دروغگویی بودن که حافظه نداشتن و هر کدومشون بر اساس همون خوابی که دیده بود این روایت رو نوشته و تقدیم کرده به شیعیان و امروز با این روایت ها میفریبند برادران و خواهران عزیز شیعه رو. با هم میان برنامه میبینیم و سپس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بحث این روایت. آخوند قزوینی با تدلیس میگوید امام قرطبی قائل به این بوده که زکات به صدقه نافله اطلاق می شود. از آنجایی که رافضیان هیچ دلیلی بر امامت منصوص علی رضی الله عنه در قرآن کریم ندارند، سعی می کنند برخی آیات را وفق هوای نفس خود تفسیر کنند که از میان این آیات آیه 55 سوره مائده می باشد. اما از آنجایی که در آیه لفظ زکات آمده و علی رضی الله عنه کسی نبوده که زکات بر ایشان واجب باشد، سعی می کنند وانمود کنند که لفظ زکات
به صدقه مستحبی هم اطلاق می شود و با دروغ و تدلیس این قول را به ائمه اهل سنت نسبت می دهند. در این کلیپ خواهید دید که آخوند قزوینی چگونه با تدلیس این سخن را به امام قرطبی رحمت الله علیه نسبت می دهد. اگر مانیتور من یک لحظه دوستان محبت بکنن، ببینید قرطبی متوفای برایشون 671 میگه یدل، این آیه برایش 55 سوره مائده، ان صدقه تطوع تسمى زکاتن، این صدقه مستحبی در اینجا چیه؟ زکات شمرده شده. فان علی علیه السلام تصدق به خاتمه فی الرکوع، امیرالمؤمنین انگشتر خودش رو در حال رکوع داده. ملاحظه می‌فرمایید یا نه؟ اما حقیقت امر این است که امام قرطبی این قول را از شخصی به نام الکیا تبری نقل کرده و خود آن را رد می کند و می گوید زکات تنها بر فریضه اطلاق می شود و شامل صدقه نفلی نمی شود. با هم سخنان امام قرطبی رحمت الله علیه را در تفسیرش ببینیم. قال الکیا الطبری: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن الصدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شاملا للفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين. تا اینجا امام قرطبی از الکیا تبری نقل می کند و بلا فاصله پس از آن می فرماید قلت فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم، وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد، لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها، وهو الزكاة المفروضة على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة. وأيضا فإن قبله يقيمون الصلاة، ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها، والمراد صلاة الفرض. الکیا تبری میگوید این امر دلالت میکند که عمل اندک نماز را باطل نمی کند، چرا که صدقه دادن در نماز کاری است که در نماز انجام شده و نماز را باطل نکرده است. و جمله و یؤتون الزکات و هم راکعون دلالت بر این دارد که صدقه تطوع هم زکات نامیده می شود، چرا که علی در حالی که در رکوع بود انگشترش را صدقه داد و این مانند گفته الهی است که می فرماید و ما آتیتم من زکاة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. و زکاتی را که در طلب خوشنودی الله پرداخت می کنید این گونه افراد دارای پاداش مضاعف خواهند بود که شامل فرض و نفل می شود. پس اسم زکات شامل هر دو می شود، همان گونه که لفظ صدقه و صلات شامل دو معنا می گردد. تا اینجا امام قرطبی از الکیا تبری نقل می کند و بلا فاصله پس از آن می فرماید اما من یعنی قرطبی می گویم این گفته که مراد از آیه صدقه دادن انگشتر است و حمل لفظ زکات بر صدقه دادن انگشتر خیلی بعید به نظر می رسد، چرا که زکات جز با لفظ مخصوص خود که همان زکات فرض است نمی آید، چنانچه در اول سوره بقره ما آن را توضیح دادیم. و همچنین جمله یقیمون الصلاة که قبل از آن آمده واضح است که معنای اقامه نماز بر پا داشتن آن در اوقات مخصوص با رعایت کلیه حقوق آن می باشد
که همان نماز فرض می باشد. بینندگان عزیز، مشاهده کردید که این آخوند دروغگو چطور سخنان امام قرطبی را نقل نمی کند، بلکه سخنان شخصی که امام قرطبی از وی نقل کرده و سپس رد نموده را به خود امام قرطبی نسبت می دهد. قضاوت با شماست. من اهل تحقیقم. شما ببینید بنده هر حرفی زدم بلا فاصله آدرس کتابم دادم. ما واقعا از آقایون باید ممنون میشیم. اگر واقعا دوستا شبکه وهابی نبود مردم قدر شیعه رو نمیدانستن، چون ما یک جانبه بودیم. مردم بودن خب اینا هم یک جانبه دارن حرف میزنن. بله بینندگان عزیز و گرامی، میان برنامه رو دیدید و دروغ مشهور آیت الله خزوینی رو که واقعا مدتی بینندگان شبکه ولایت رو هم سرگرم کرده بود و تماس میگرفتن و خلاصه حال حاجی آقا و شاگرداشون خیلی خراب شده بود با این دروغی که ایشون به امام قرطبی بستن. جناب مولانا در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. تضادهای همون گونه که من قبلا عرض کردم، تضادهای واقعا زیادی وجود داره در این روایت که در این زمینه هست و در مورد صدقه دادن حضرت علی رضی الله تعالی عنه و نزول این آیه درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه که برخی از این موارد رو من خدمت بینندگان عزیز قبل از میان برنامه بیان کردم و انشالله چند مورد دیگر رو به عنوان اینکه اتمام حجتی بشود و اینکه تضاد دلیل و همچنین تناقض دلیل بر دروغ بودن و جعلی بودن و عدم صحت این مطلب هست و اینکه بینندگان عزیز به این یقین و به این باور برسند. در این روایتی که من خدمت بینندگان قبلا هم نشاندهی کردم، در این روایت اومده بود که این حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب رو در این آیه در زمانی نازل شده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جمعی بودند و تعدادی از افراد یهود اومده بودند، من جمله عبدالله ابن سلام که اومده بودند در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کردند که بعد از شما ولی چه کسی هست. بعد از این آیه نازل شد. این روایت رو دوباره بازم اگر دوستان عزیز نمایش بدن، این است که ان رحتا من الیهود اسلموا، تعدادی از یهود مسلمان شدند، اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل ایشان و سوال کردند و من ولینا بعدک، بعد از شما ولی ما چه کسی است؟ فنزلت هذه الآیه، این آیه در واقع نازل شد. این یک مطلب هست و مطلب دوم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت بعدی که من نشان دادم، در این روایت این گونه اومده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل خودشون خوابیده بودند. من این فدخلت علی رسول الله یوما و هو نائم، ایشون در حال خواب بودن در اتاق خودشون و به صورت تنها بودن. این دو مورد هست، تناقض هست. و تناقض دیگر این است که در برخی از روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال وضو گرفتن بودند، یعنی مشغول وضو بودند که وضو میگرفتند. در هنگام وضو بود که این آیه رو الله متعال در واقع بر ایشان نازل کرد. این در کتاب بحار الانوار جلد 35 صفحه 200 اومده که اگر دوستان نمایش بدن. و به اسناد عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس قال كان النبي صلی الله علیه و سلم یتوضأ للصلاة، رسول الله مشغول وضو گرفتن برای نماز بود که فنزل علیه انما ولیکم الله، که این آیه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن به طرف مسجد. خب در همین کتاب در چند صفحه وقتی که ما نگاه میکنیم، در یک جای اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلس یهود بودند، در یک جای اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خوابیده بودند و این آیه در هنگام خواب نازل شد. در یک جای دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام وضو گرفتن بودند که این آیه بر ایشان در واقع نازل شد.
و مطلب دیگر این که این انگشتری که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینو هدیه دادن، این انگشتری چی بوده؟ در برخی از روایات اومده که این انگشتری طلا بوده و در برخی روایات دیگر اومده که این انگشتر در واقع فضه و نقره بوده. در کتاب بحار الانوار جلد 35 صفحه 196 آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن هل اعطاک احد شیئا، از اون سوال کردن که آیا کسی به شما چیزی رو داد؟ رسول الله فرمودن قال نعم خاتما من ذهب، یک انگشتری از طلا به من دادند. این حضرت علی رضی الله عنه انگشتر طلا به من داده. این روایت بعدی و توجیه که بعداً آورده میگوید که همین روایت رو با سند دیگر آورده الا انه قال خاتم من فضة، اون انگشتری نقره‌ای بود و انگشتری طلایی در واقع نبوده. و همچنین در مورد این که این انگشتری که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینو صدقهش دادن، نقش این انگشتری چی بوده؟ نقشی که بر این بوده و حق شده بود، این انگشتری چی هست؟ در برخی از این روایت اومده که اونگونه که در کتاب بحار الانوار جلد 35 صفحه 197 اومده، این نقش خاتم حضرت علی رضی الله تعالی عنه این بوده که سبحان من فخری بانی له عبد، سبحان من فخری بانی له عبد، پاک هست خداوند متعال و این افتخار برای من کافی هست که من بنده الله متعال باشم. این در این مورد اومده. و اما در جای دیگر میبینیم که در روایت اومده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه انگشترشون یک انگشتری بوده که در آن انگشتر نقش خاتمش الملک لله بوده. بحار الانوار جلد 35 صفحه 203 اومده این مطلب، و که اگر دوستان نمایش بدن در اینجا صفحه 203 هست از این کتاب جلد 35 صفحه 203 که در اینجا آمده که نقشش منقوشش این بوده که الملک لله. در روایت اول آمده بود که نقش اون روایت این است که در اون نوشته بود که سبحان من فخری بانی له عبد، که من بنده الله متعال هستم. و در این روایت آمده که نقش خاتم حضرت علی رضی الله تعالی عنه کون هدیه داد این بوده که الملک لله. و همچنین در برخی از روایت آمده که این عملی رو که حضرت علی رضی الله تعالی عنه انجام دادن در نماز نفل بوده، اونگونه که در جلد 35 صفحه 187 در واقع آمده از همین کتاب، که در اینجا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی این مطلب رو بیان کردن این گونه اومده که وقف لعلی بن ابی طالب سائل و هو راکع فی صلاه تطوع، حضرت علی رضی الله عنه در نماز نفل بود، فنزع خاتمه، و در اینجا میگه که حضرت علی رضی الله عنه انگشترش را کشید. این نقطه یکی دیگر از تضادهایی است که در این روایت وجود داره که در این روایت دو مطلب ذکر شده، یکی این که حضرت علی رضی الله عنه در نماز نفلی بودند و نقطه دیگر این که حضرت علی رضی الله عنه خودشون اون خاتم را و انگشتر را از دست خودشون بیرون کردن. این مطلب در اینجا اومده. و در روایت دیگری که من قبلا از اصول کافی خوندم و همچنین روایت دیگر که این در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 289 اومده بود که حضرت علی رضی الله تعالی در نماز ظهر بود. یعنی در برخی از روایت اومده که این نماز نفلی بوده و در برخی از روایت اومده که این این عمل حضرت علی رضی الله عنه در نماز فرض انجام دادن. و همچنین در روایتی که من همین اشاره کردم که خود حضرت علی رضی الله تعالی این انگشتر رو از دست خودشون بیرون کردن. و در روایت دیگری اومده که خود اون فقیر اومدند و اون انگشتری رو از دست حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیرون کردن. در جلد 35 صفحه 194 دوستان نمایش بدن این مطلب رو. فاقبل السائل فاخذ الخاتم من خنصره، که اون سائل اومد فاخذ الخاتم من خنصره، و اون خاتم را و انگشتر را از خنصر یعنی از انگشت کوچک حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینو بیرون کشید. و ذلك بمرء من النبی، این در محل دید رسول الله بود، یعنی در جلوی دید و نگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این خودش یک اشکال دیگری هست که در اینجا یک تضاد دیگری هست که در این روایت اومده که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه انگشترشون رو صدقه دادن در داخل نماز و اون سائل و اون گدا در واقع رفت و اون انگشتری رو از انگشت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیرون کردن.
و این یک تضادی هست، چون که در روایت دیگر اومده بود که این آیه در منزل رسول الله صلی الله علیه و نازل شد و بعد از این که رسول الله رفتن سوال کردن از اون سائل که آیا کسی به شما صدقه ای رو داده یا صدقه نداده؟ کن سوال گفت بله، یک فردی که فلانی به من این خاتم و انگشتر رو هدیه کرده. از این معلوم می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون اون مطلب رو و این حادثه رو ندیده بودن، برعکس این روایت که در اینجا صراحتا اومده که این مطلب و این اتفاق در جلوی روی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و همچنین در برخی از روایات اومده که این مطلب رو رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام نکردند برای مردم، یعنی بعد از این که این آیه نازل شده بود که انما ولیکم الله و رسوله، رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب رو برای مردم اعلام نکردند، اینو گذاشتن تا غدیر خم و در غدیر خم بیان کردند. و در برخی از روایات برعکس این اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون در همون جلسه برای مردم این مطلب رو کاملا اعلام کردند. به طور مثال در جلد 35 این کتاب صفحه 188 این مطلب رو به این گونه آورده که از روایت عیاشی هست: عن ابي حمزه عن ابي جعفر قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته وعنده نفر من اليهود او قال 5 من اليهود فيهم عبد الله بن سلام فنزلت هذه الايه. این آیه در واقع بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در میگه که در اون جایی که ایشان بودند این آیه نازل شد. و در این روایتی که من در اصول کافی بود و جلد 1 صفحه 289 و حدیث 4 که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب را در غدیر خم به مردم اعلام کردند، یعنی وقتی که این آیه نازل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی رو بر اونجا در واقع بیان نکردند و اینو گذاشتن تا اینکه به بعد از زمان غدیر خم اینو بیان کردن. در برخی از روایت اومده که این رسول الله صلی الله علیه و سلم در خود همون محلی که در اونجا بودن این روایت را کاملا برای مردم در اونجا بیان کردن. به طور مثال در این روایت و جلد 35 صفحه 188 من در اینجا صفحه 198 هست. در این روایت که شماره 20 هست در اینجا میگوید که و اشار بیدی فاذا هو بعلی بن ابی طالب فنزلت هذه الايه. این آیه نازل شد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم هو ولیکم من بعدی، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حضرت علی رضی الله تعالی بعد از من ولی شما هست. اما در روایت دیگر اومده بود که بعد از این که این آیه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد ایشون حرفی رو نزدن و صبر کردند تا اینکه غدیر خم فرا رسید و این مطلب را رسول الله صلی الله علیه و سلم در غدیر خم در اونجا بیان کردند. این هم مجموعی از تناقضاتی هست. در اون گونه که من اشاره کردم در برخی از روایات اومده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون میدیدن و در برخی از روایات اومده بود که رسول الله ندیده بودند و بعداً سوال کردند که چه کسی به شما صدقه داده و تناقض‌های بسیار زیادی رو که من در این علامت گذاری کرده بودم در این کتاب و واقعا بسیار زیاد هست. پس بنابراین در یک روایتی و در یک اتفاقی و در نزول یک آیه که آیه انما ولیکم الله از قطعا یک مرتبه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، این همه تضاد وجود داره. در جایش تضاد هست که در مکه بوده یا در مدینه بوده، در خانه رسول الله بوده یا در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، یا اینکه رسول الله در حالت بیداری بودند یا اینکه در حالت خواب بودند. این آیه قبل از صدقه دادن نازل شده یا بعد از صدقه نازل شده؟ آیا این چیزی که حضرت علی صدقه دادن حله بوده یا اینکه انگشتری بوده، یا رسول الله در مجلس یهود بودند یا هنگام وضو گرفتن بودند؟ این صدقه رو که دادن این انگشتری طلا بوده یا انگشتری نقره بوده؟ نقش خاتمش چی بوده؟ و همچنین نماز چه نمازی بوده؟ و حضرت علی رضی الله عنه خودش این انگشتر رو بیرون آوردند یا کسی دیگر بیرون آورده؟ و مطالب بسیار زیادی رو که من به صورت گسترده فقط 10 موردش رو خدمت بینندگان عزیز من یاددهانی کردم. پس بنابراین خود این تناقض و خود این تضادی که در این روایت وجود داره دلیل بر این هست که این مطلب اساساً دروغ هست و همون گونه که شما اشاره کردید هر کسی بر مبنای خودش و با فکر خودش یک دروغی رو ساختن و یک پیرایی رو در واقع به این آیه بستن تا اینکه بتونند که امامت و خلافت بلافاصله حضرت علی رضی الله تعالی عنه را بر مبنای خودشون و با تعابیر و قرائت خودشون ثابت بکنن. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی برمیگردیم به همون آیه قرآن کریم که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر که
چیزی از نزد غیر الله سبحانه و تعالی باشه، حتما شما در اون اختلاف و تناقضات و تضادهای فراوانی یافت میکنید. با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون انشالله تماسهای شما عزیزان رو خواهیم گرفت و صدای گرم شما بزرگواران رو خواهیم شنید و نظر شما رو در مورد موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد جویا خواهیم شد. با ما همراه باشید. ای امیرالمؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن، تیغ الا الله زدی بر فرق لاگویان دین، هر کلامی گفت و وی را میزدی بر جان و تن، ای علی ای بوالحسن، تا جهان خالی نکردی از بتان و بت پرست، تا نکردی لات را شهمات و عزا را حزن، تیغ و ننهادی ز دست و درع و ننهادی ز پشت، شاد و باش ای شاه دین پرور چراغ انجمن، لاجرم اکنون چنان کردی که در هر ساعتی، کافری از جور دین بر خود بدرد پیرهن، مرحبا ای مهتری که از بیم تیغت در جهان، پیش چشم دشمنانت خون همی آید لبن، فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر به سر، ناصر دین هدا و قاهر کفر و وثن، ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ، کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن، سرکشان را سر به سر نابود و کردی در جهان، تخت هاشان تخته کردی حله هاشان را کفن، هر دلی کو مهرتن در دل ندارد همچو جان، هر دلی کو عشقتن در جان ندارد مقترن، روی جنات العلا هرگز نبیند بی خلاف، لا یزالی ماندن در نار و با گرم و حزن، ای امیرالمؤمنین، ای شمع دین، ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن، ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ، وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن، از برای دین حق آباد و کرده شرق و غرب، کردی از نوک سنانت عالمی را پرسنن، ای به تیغ تیز رستاخیز و کرده روز جنگ،
وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن. ای امیرالمؤمنین ای شمع دین ای بوالحسن، ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن. ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در لحظات پایانی برنامه حجت بی حجت هستیم. نیم ساعت آخر برنامه رو اختصاص میدیم به شما عزیزان. شماره تلفن برنامه رو کارگردان محترم برنامه انشاءالله زیرنویس خواهند کرد و منتظر تماس های شما عزیزان هستیم تا نظراتتون رو در مورد موضوع برنامه بشنویم. جناب استاد اشاره فرمودید که موضوع مونده و میخواید بیان بفرمایید. در مورد این که یعنی خود این صدقه دادن در حالت نماز یا مشغولیتی که پیش میاد به عنوان این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه چادرش رو یا اون عبایی رو که بر تن داشتن اونو بیرون انداختند و اشاره کردند به اون سائل که بیاید و اونو تحویل بگیرد، یا این که انگشتری رو که در دستشون بودند اینو بیرون کشیدند، یا به روایتی دیگر اینو دستشون رو دراز کردند به طرف اون سائل که و بیاید و این انگشتری رو بیرون بیارد از دستیشون. گذشته از تمام تضادها و تناقضها و ضعفی که و در این روایت وجود داره که این روایت قطعا بنابر تصریح علمای اهل سنت و حدیث شناسان این یک روایت جعلی و غیر حقیقی هست و ساختگی در واقع هست که هیچ گونه ارزش روایی رو برای ما ندارن. اضافه بر این وقتی که برمیگردیم به روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم که در این زمینه نکاتی رو دارند که این عمل در هنگام نماز شایسته حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع نبوده و این از اون مقام و حضور قلب حضرت علی رضی الله تعالی عنه که شایسته ایشان بوده و ما معتقد هستیم که واقعا ایشان هم در هنگام نماز بالاترین درجه حضور قلب و خشوع و خضوع داشتند که منافی هست با چنین عملی که حضرت علی رضی الله تعالی در نماز انجام بدن، یا این که چه برسد به این که تمام ذریه حضرت علی رضی الله تعالی که به امامت میرسند مجبور باشند برای اثبات امامت خودشون چنین کاری رو در حالت نماز انجام بدن. صدقه دادن در حالت نماز به اتفاق تمام علما اهم از شیعه و سنی نه فرض هست و نه واجب هست و نه مستحب هست. نه فرض هست و نه واجب هست و نه مستحب هست و کاری رو که انسان انجام میدهد اگر حد اقلش مستحب نباشد جایی برای تعریف و تمجیدش نیست. اگر کاری رو که انسان انجام داده حد اقلش این که این کار حد اقل مستحب هم نباشد جایی برای تعریف و تمجید نیست، بلکه برعکس جای نکوهش و در واقع توبیخ و تنبیه رو دارد. در یکی از روایاتی که از امام صادق رحمت الله علیه نقل شده در کتاب بحار الانوار جلد 81 این روایت را آورده که من برای بینندگان نقل میکنم. در اینجا صادق رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه میگوید که اذا استقبلت القبلة، زمانی که شما به طرف قبله می ایستید و رو به طرف قبله می ایستید برای انجام نماز، فنس الدنیا و ما فیها، دنیا را و ما فیها را فراموش بکن، دنیا را و هر چه در دنیا هست همه را فراموش بکن، والخلق و ما هم فیه، والخلق و ما هم فیه، و خلق را، مخلوقات را با وضعیتی رو که دارند و حالتی رو که دارند همه را فراموش بکن. یعنی این که یک دستوری هست که حضرت امام صادق رحمت الله علیه به پیروان خودش و به شیعیان میدهد هنگامی که شما نماز میخوانید دنیا و ما فیها را فراموش بکنید و تمام مخلوقات را که غیر از الله متعال هستند تمام اینها را شما رها بکنید، فراموش بکنید. و استفرغ قلبک عن کل شاغل یشغلک عن الله، قلبت را از تمام مشغولیت ها و کارها فارغ بگردان. و عاین بسرک عظمت الله، و با قلب خودت و درون خودت عظمت الله متعال را
یا در واقع نظاره‌گر باش. پس بنابراین وقتی که امام صادق رحمت الله علیه به شیعیان خودش این وصیت را توصیه رو کرده شما وقتی که نماز می‌خوانید دنیا و ما فیها رو فراموش بکنید و تمام مخلوقات و انسان‌ها رو در واقع شما به نادیده بگیرید و به اونها توجه نکنید، چگونه حضرت علی رضی الله تعالی خودش در نماز مشغول مخلوقی هست که در واقع آفریده شده و یک سائلی که اومده سوال میکند. پس بنابراین این عمل حضرت علی رضی الله تعالی عنه مخالف با این دستوری هست که امام صادق رحمت الله علیه به شیعیان داده. بعد همچنین روایت دیگری در این زمینه وجود داره، باز هم از حضرت امام صادق رحمت الله علیه که میگوید که در صفحه بعدی هست، جلد 81 صفحه 234 میگوید که اذا صلیت صلاة فریضة فصلها لوقتها، وقتی که نماز فرضی رو میخواستی بخوانی سر وقت اون رو نماز بخوان. فصلاة مودع یخاف ان لا یعود الیه ابدا، این نماز رو به گونه‌ای بخوان که نماز کسی باشه که در حالت خداحافظی هست، وداع میکند، به این گونه که آخرین نماز شما باشد. ثم صرف ببصرک الی موضع سجودک، نگاهت را قفل بکن بر محل سجدت. فلو تعلم من عن یمینک و شمالک لا حسنت صلاتک. این جمله یک اشکالی حداقل در تایپ داره در قواعد نوشتار عربی. اگر لاحسنت صلاتک لاحسنت صلاتک باشه، اینجا از نظر ادبی و از نظر نوشتاری اشکال داره که و معنیش هم در واقع درست در نمیاد. در معنیش این گونه است: فلا تعلم، اگر بدانید که من عن یمینک و شمالک، چه کسانی در سمت راست و چپ شما هستند، طبیعتا این جوابش باید این باشه که نمازت یک نماز درست و زیبایی نخواهد بود و این بگوین لا حسنت صلاتک و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه، و بدان که شما در مقابل کسی ایستاده‌ای که شما را می‌بیند و منتها شما اون را نمی‌بینید. و روایت دیگری در این زمینه وجود دارند و در مورد نماز ائمه بزرگوار خصوصا حضرت امام زین العابدین رحمت الله علیه مطالب بسیار زیادی درباره کیفیت نماز ایشان اومده که و قطعا این گونه بوده. حضرت علی و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نماز می‌خوندن از این مشغولیت هایی که فارغ از خداوند متعال هست و جدا از خداوند متعال با حضور قلب هست تا از تمام اینها در واقع مبرا و جدا بودن. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعد انتقادی راجع به پولادی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ غریبه نیستم، آشنام. 1112 هستم. بفرمایید بیننده گرامی. آقا رحیم بزرگوار، بفرمایید. ممنون. حالتون خوبه استاد؟ زنده باشید، سلامت باشید. و سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز، استاد دهخان عزیز. خیلی دوستشون دارم، اولین بار دارم با ایشون صحبت میکنم. سلام گرمی خدمت ایشون دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله متعال. استاد اتفاقا من این برنامه شما رو خوب گوش دادم، بعد این تفسیر آقای مکارم شیرازی رو دارم که دقیقا همین هم شما عنوان کردید که پیغمبر اومد سوال کرد که این انگشتر رو کی به شما داد؟ از اون مرد پرسید و اون مرد پیغمبر رو برد داخل مسجد و حضرت علی رو نشون داد. بعد من یه چیز جالبه، مگه پیغمبر علم غیب نداشت؟ چه نیاز داشت که یک فرد عادی بیاد از یک فرد عادی سوال بکنه که میگن علم غیب داشته؟ اینم یکی از این تناقضاته. درست. بعد استاد انصاری، آیا این که جانشینی برای پیغمبر قائل میشن یه نوع بی‌احترامی به ساعت پیغمبر نیست؟ یعنی پیغمبر نعوذ بالله، یعنی ایشون عرضه نداشتن دین رو کامل کنن که باید حتما یه جانشینی باید داشته باشه و این سلسله مراتب تا دین کامل بشه، مگر دین کامل نشد جانشینی پس چه معنی داره؟ سوال مهمی است، انشاءالله حتما اینو مطرح خواهیم کرد جناب مولانا پاسخ خواهند داد. اصلا بی احترامی به پیغمبر هستن، این نوع اصلا بی احترامیه. یعنی پیغمبر نتونست اینو کامل کنه، باید یکی دیگه رو همراه خودش میذاشت تا این راهو تکمیل کنه. این نوع بی احترامیه. درست. بعد استاد من
کلامو کوتاه میکنم. فقط این که من یه تقاضا دارم از شما و استاد دهقان که یک کمکی بکنید. من آبروم تو این شبکه‌ها رفت، هر کاری میکنم از 1000 تا 1100 یه عدد انتخاب کنم نمیتونم، آبروم رفت تو این شبکه‌ها. شما کمک بکنید، یه راهکار جلوم بذارید، یه فرمول ریاضی بذارید، شاید بتونم. بسیار خوب، من تشکر یا الله میکنم. مدد. تشکر میکنم از شما برادر گرامی، زنده باشید، بارک الله فیکم، سلامت باشید. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. وصال حق بفرمایید. میخواستم با جناب مولانا صحبت کنم. بفرمایید، شما سوالتون رو مطرح کنید، جناب مولانا میشنون صدای شما رو. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید بیننده گرامی. السلام علیکم. علیکم ورحمت السلام الله و برکاته. جناب دکتر دهقان و جناب عالی، بنده قبلا جناب مولانا تماس داشتم و هدایت یافتنی خودم را به حضور ایشان رسانیدم و خودم قبلا عرض کرده بودم. میخواستم جناب عالی، جناب مولانا به سوال بنده جواب بفرمایند. بنده پیش از 60 سال با وضوی شیعه نماز خواندم. حالا تقریبا 3 سال میباشد وضوی حضرت علی رضی الله میگرفتن اجرا میکنم. حالا مانده ام که 60 سال گذشته با وضوی که نماز خواندم چی میشود؟ درباره اون توضیح بفرمایند. متشکرم. تشکر از شما بیننده گرامی، تشکر از شما، موفق باشید، سلامت باشید. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری، خوب هستین؟ سلامت باشید بیننده گرامی، لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمدم از ایران. محمد از سلام دارم خدمت دکتر دهقان. سلامت باشید. بفرمایید بیننده گرامی، موضوع برنامه ما آیت ولایت هست، در این مورد اگر نظری دارید میشنویم. بله، این در مورد آیه ولایت از اینکه آیا حضرت علی در نماز باید این کار رو میکرد یا نمیکرد، حضرت ابوبکر هم در نماز توجهش به خالد بود و فرمود که لا تفعلن ما امرتک یا خالد، یعنی دستوری که به قتل علی دادم رو اجرا نکن، که پشت سر آماده شده بود برای کشته شدن. بیننده گرامی شما ببینید این روایتی که شما میفرمایید این ساخته و پرداخته افکار مریض شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی است که شما پای منبرای اونا نشستید و این چیزها رو یاد گرفتید. در مورد این آیه ولایت که شما فرمودید که این آیه به اصطلاح اعتقاد دارید که دلالت میکنه بر امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، تناقضاتی رو که در کتاب‌های خودتون وجود داره در مورد این آیه، در این مورد اگر صحبت بکنید خیلی بهتر خواهد بود. بله، تناقض اگر شما قرآن رو خوانده باشید، اصرار قرآن بر اینه که انی جاعل فی الارض خلیفه یا جاعلک للناس اماما. جاعل اسم فاعل دلالت بر استمرار. آقا محمد، یعنی من عزیز دل برادر، آقا محمد ببینید بحث ما آیه 55 سوره مائده است. انی جاعلک فی الارض خلیفه نیست، للناس اماما نیست. آیه 55 سوره مائده. دوستان عزیز در اتاق فرمان این آیه رو نشون بدن که آقا محمد گرامی در مورد این آیه صحبت کنن. بفرمایید آقا محمد. استاد انصاری، اجازه میدید من با اخوان صحبت کنم؟ ببین عزیز دلم، شما با من صحبت بکنید، مجری برنامه، مدیر این برنامه من هستم. من از شما یک خواهشی دارم، شما به عنوان یک شیعه دانا و فهمیده این آیه رو برای من ترجمه بکنید. شما میگید این آیه دلالت میکنه بر امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. این آیه رو ترجمه بکنید، ما با هم بشنویم، مستفیض بشیم از علم شما. بفرمایید. بعد از وفات رسول خدا در روایات هست که ابوبکر گفتش آقا محمد عزیز دلم، خجالت میکشید این آیه ولایت رو ترجمه بکنید. ترجمه بفرمایید این آیه ولایت رو که یکی از دلایل قوی شما شیعیان در مورد امامت ائمه اثنا عشر هست، برای ما ترجمه بفرمایید که ما استفاده بکنیم از این علم پربرکت شما. بفرمایید آقا محمد.
سفر آقای انصاری به زحمت بزرگتر کنید، آیه رو بیارید، این قرآن بیاد. دوستان عزیز در اتاق فرمان آیه رو بزرگ بکنید به اندازه صفحه تلویزیون آقا محمد که بتونن ترجمه بکنن. بفرمایید. بله. سوره مائده گفتیم؟ آیه 55. بله. بفرمایید. بله. آیه می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید هر کس از شما مرتد شود از دین است، خدا هم قومی را خواهد آورد که اونها رو دوست دارد و اونها او را دوست دارند، ذلیلند در نزد مؤمنین و شدیدند بر کافرین، مجاهده میکنند در راه خدا و هرگز خوف و ترسی به دل راه نمیدهند از ملامت مردمان. این از فضل خدا که به هر کس خواهد میدهد و خدا واسع و علیم است. بدانید که ولی شما خداست و رسول خدا و مؤمنینی که نماز میخوانند و زکات میدهند. آقا محمد ولی رو ترجمه بکنید. شما این آیه رو دلیلی میدانید بر امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و میفرمایید که ولی شما که مؤمنین هست یعنی علی ابن ابی طالب امام شما هست. بر اساس این مفهوم، بر اساس این استدلالی که از این آیه میکنید این آیه رو ترجمه بکنید. برای آخرین بار من فرصت میدم به شما. بفرمایید. بله. آیه بعدش اگه شما نگاه کرده باشید میفهمد که من تشکر میکنم از آقا محمد عزیز. اگر بر اساس تفسیر و ترجمه‌ای که برادران شیعه ما از این آیه دارن این آیه رو دوستان عزیز نشون بدن که من ترجمه بکنم. آقا محمد عزیز خجالت کشیدن که اینو ترجمه بکنن. دوستان نشون بدید. ای مؤمنان یار و ولی شما این ترجمه ماست. بر اساس ترجمه شیعه باید اینطوری ترجمه بشه: امام شما الله هست و امام شما رسول الله هست و امام شما کسانی است که ایمان آوردن، کسانی که زکات میدن در حالتی که در نماز هستن. شما چیزی فهمیدید از این تفسیر؟ بله این واقعا یعنی تفسیر درستیه بجاییه. منتها شیعه باید در اعتقادات خودشون تجدید نظر بکنن. آمنا و سلمنا در این آیه که الله متعال میفرماند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ولی شما خب تعبیر شیعه هست امام شما، خلیفه شما، جانشین رسول الله خدا هست و رسول الله و الذین آمنوا که همین قبول کرد حضرت علی و همون 12 نفر همشون، حضرت علی با تعداد 11 نفر دیگری که در واقع ادعا میکنند که این آیه بر اونها صدق میکنند. خب چرا وقتی که میگه ولیکم الله ولایت رو برای خدا یک معنی میکنید، ولایت رو برای رسول الله یک معنی میکنید و برای حضرت علی رضی الله عنه یک معنی میکنید؟ هر یکی معنی هست. اگر واقعا ولایت به معنی امامت هست، به معنی جانشینی هست، به معنی خلافت رسول الله صلی الله علیه و هست، یعنی این که الله و رسول الله و حضرت علی و 11 نفر دیگر ولی شما هستند، یعنی امیر شما هستند. همون گونه که ما میگیم امیر المؤمنین علی، امیر المؤمنین حسن، امیر المؤمنین حسین الی آخر. البته اون میگه که لقب امیر المؤمنین خاص رسول الله صلی الله علیه و هست. خب قبل از این بگه امیر المؤمنین الله، امیر المؤمنین محمد. کسی چنین معنی رو کرده؟ نیست اصلا. با هیچ تعبیری و با هیچ معیاری اگر این ولی را به معنی سرپرست یا به معنی والی ترجمه بکنیم این معنی سازگاری در واقع نخواهد داشت. با توجه به این که با ما قبل و ما بعد آیه هیچ گونه سازگاری رو نداره که به صورت مفصل انشاءالله در جلسات بعد ما در این زمینه مطالبی رو خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آیه انصاری نداشتین آیه رو معنا کنم؟ عزیزم دیگه فرصت شما تموم شد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعد. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلام آقا انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. امین اللهیانی خیلی فوش میده واسه ما واسه اللهاتون نه. من آرزو میکنم که اللهیاری و بقیه آخوندها از شما یک کمی ادب و اخلاق یاد بگیرن. خیلی فوش میده به اماما. بله تشکر میکنم از شما برادر گرامی.
بیننده کوچولو شبکه. میخوام یه قرآن بخونم اجازه میشه؟ بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يمشون الأرض سجدا وقياما والذين يقولون يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظیم. جزاک الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. تشکر از شما. الله متعال شما را حفظ بکنه و حافظ کل قرآن بگردانه. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. خواستن باشم انصاری. سلام علیکم. علیکم السلام. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ رئیسی هستم از بلوچستان آقای انصاری. بفرمایید بیننده گرامی. با تشکر از برنامه بسیار زیباتون. الحمدلله سنت 4 تا. بله آقای قریشی لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. باشه چشم. بفرمایید. الحمدلله اهل سنت گفتم 4 تا دانشگاه مهم دارن. الحمدلله. من صدا بفرمایید بیننده گرامی. با تشکر از برنامه بسیار زیبایتون. این برادرمون آقای رحیم آمدن تمسخر کردن. ما اهل سنت تمسخر نمی‌کنیم. آقای قزوینی پیرمرد است. خواهش میکنم تمسخر نکنن. بعضی از این موحدات که موحدشن میان از کسایی مثل حضرت علی انتقاد میکنن. به اینا هم بگم ما اهل سنت به هیچ گونه از صحابه رسول الله انتقاد نمیکنیم. معیار سنجش اهل سنت معیار قرآنی از اهل سنت افراد بر حسب قرآن میسنجن، بر حسب آیات قرآن میسنجن. و مثلا اگر حضرت فاطمه سیدتون مثال جنت هست با خاطر اینکه دختر رسول الله هست نیست، یا حضرت علی با خاطر که داماد رسول الله هست نیست. برادر آقای ابوالفضل انتقاد نکنید از حضرت علی. ما اهل سنت انتقاد نمی‌کنیم. خیلی ممنون. خدا حافظ. ببین آقای قریشی شما فرمودید که این تمسخر کردن معیار قرآنی نیست. ما بر اساس معیار قرآن باید یعنی صحبتامون باشه. اول اینکه الله سبحانه و تعالی در همین قرآن کریم در باره حالت کفار میگه که الله یستهزئ بهم. الله سبحانه و تعالی تمسخر میکنه با اونها. پس این تمسخر کردن به کفار و کسانی که اصلا مسخره هستن این منطق قرآنی است. و اینکه فرمودید که فاطمه به خاطر اینکه دختر رسول الله هست فاطمه نیست، من اینو متوجه نشدم. اگر کمی توضیح بدید. بله گفتم فاطمه اگه سیدتون نساء جنت شد به خاطر اینکه دختر رسول الله بود نبود، به خاطر اینکه با خاطر اعمالش بود، به خاطر زحماتی که برای دین اسلام کشیده بود، در راه خدا تلاش کرده بودن، به خاطر این سیدتون مثال جنت شد یا حسن و حسین شبابان اهل جنت شدن. آقای انصاری درست باشه. داریم اون هم بیننده اولی آقای ابن مالک آمد میخواست پوش بده، اینا با پوشهای خودشون مینازن. با آقای سجودی پوش داد. دیشب من شبکه کلمه رو گرفتم، نتونستم باهاش صحبت کنم. گفتم آقای نیازم بهش بگم اینا پوش میدن، شما ناراحت نباشین. خیلی ممنون. تشکر از شما. تشکر. خدا نگهدارتون. خب من یک تماس دیگه میگیرم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ من از آلمان زنگ میزنم، ایرانی هم هستم. بفرمایید بیننده گرامی. میشه اسمتون رو بفرمایید؟ من اسمم یه اسم مستعار میگم، اسمم سعید. آقا سعید بفرمایید برادر گرامی.
بعد میخواستم رو برنامه صحبت کنم. شما دارید تو برنامه صحبت میکنید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. آها، من میخواستم بگم که ببینید من این دین سنی و دین شیعه اینا رو در موردش خوندم. عرض به حضورتون که شیعه یه خود گنده نمایی میکنن. من خودم شیعه یه خود گنده نمایی میکنم. بعد من با سنیام صحبت کردم، دوستایی داشتم که سنی بودن صحبت کردم. اونا احترام میذارن به حضرت علی و امام رضا و نمیدونم امام حسن و امام حسین و به اینا احترام میذارن، ولی من موندم چرا این شیخای شیعه احترام نمیذارن یا مردم اونایی که شیعه هستن کلا. به نظر شما آقا سعید احترام یعنی چی؟ ببینید به هر حال اونا به عنوان این که حالا به هر حال یه حضرت علی بوده و حضرت محمد بوده و خلاصه پیامبر اسلام بوده، ما احترام میذاریم به خاطر اینکه به هر حال جزء امامای ما هستن. درست. یه چیزیه که دیگه از اون اول به ما گفتن دیگه، یه همچین چیزی بوده، ما یاد گرفتیم. خب درست. ولی اینکه بخوایم اینا رو بت قرار بدیم، خیلی گندهشون کنیم، که فایده نداره اینجوری که. آفرین. به هر حال اونا هم مثل ما یه آدم معمولی بودن. الان این دوستای ما میخوان مثلا اسم حضرت علی رو ببرن، خب با احترام میبرن، سنی هم هستن. درست. بعد اسم عمر و عثمان، حالا من دیگه اون چیزشون رو نمیگم دیگه، چون به هر حال دیگه اصطلاحاتی دارن، مثلا صدا میکنن حضرت عمر رو نمیدونم فلان و اینا، اونا رو حالا من زیاد تو چیزش نمیدونم، ولی مثلا عمر، عثمان، ابوبکر اینا رو مثلا مثل همونا خیلی با احترام صدا میکنن. بعد حضرت علی رو هم با احترام. بعد اونا یه فرقی که بین اون شیعه و سنی به نظر من اونا راست میگن، اونا میگن فقط خدا. درست. تشکر میکنم آقا سعید گرامی. آره، و این که من دوست دارم که ما که کل دنیا رو نمیتونیم مسلمون کنیم که. بله. ما کل دنیا رو نمیتونیم مسلمون کنیم که، ولی من احساس میکنم که اگه این آقایونی که بیادبن میان پشت خط، خلاصی منم یه شیعه هم دیگه، نه یا آقا پشت خط، هر کی دین خودشو بره جلوی، ما که نمیتونیم همه رو عوض کنیم که. درسته؟ درست. تشکر میکنم آقا سعید گرامی. آقایی هم که اونجا نشستن از طرف ما سلام هم بهشون برسونید و اینکه ایشالله همه راه خدا رو بریم، نه راه علی و عمر و عثمان و ابوبکر و هر چی خدا گفت. آقا سعید راه اونا راه خدا بوده. اگر ما واقعا درسته. آره نه قبول دارم، ولی میگم که نباید دیگه اینا رو که به قاعده خدا ببریم بالا. درست. که همشونو، همه عزیزانو. درست. حالا یه سریا مثلا میگن حضرت عمر نمیدونم حضرت فاطمه رو به شهادت رسونده. به نظر من نشستم صحبت کردم با این سنیا، گفتن همچین چیزی نیست. درست. گفتن حضرت فاطمه پله افتاده. یا اگر من تو ذهن خودم میگم اگه حضرت فاطمه عمر مثلا حضرت عمر مثلا با لغت زده تو در، کجا میدونستی که حضرت فاطمه پشت در وایساده؟ درست. اون که نمیدونستی که حضرت فاطمه پشت دره که. تشکر میکنم از شما آقا سعید گرامی. برنامه‌تون خوبه، من میبینم یه وقته برنامه‌تون رو، و اینکه دوست دارم که احترام بذارن به همه بزرگان، احترام بذارن، چه سنی چه شیعه. درست. تشکر میکنم از شما آقا سعید بزرگوار. الله مطالبتون کنه. قربون شما برم. خدا نگهدارتون. تماس‌های زیاد پشت خط داریم. من عذر میخوام از همه بینندگان عزیز. جناب مولانا وقتمون خیلی کمه، 1 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. از همین آقا سعید شروع بکنیم که فرمودن احترام به نظر من اگر متابعت باشه از کسایی که ما اونا رو دوستشون داریم، خیلی بهتر از این خواهد بود که به قولشون اونا رو به حد خدایی برسونیم و بپرستیم. در مورد احترام به تمامی مسلمانان، هم از اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، ما اینو بارها اعلام کردیم که محبت با اهل بیت، احترام اهل بیت جزء از ویژگی‌های اهل سنت و الجماعت هست. کسی که با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله احترام نگذارد یا با آنها محبت نداشته باشد، ما در واقع اهل سنت نمیدونیم. و این اعتدال و میان روی در تمام زمینه‌ها، چه در بعد اعتقادی چه در بعد عملی و فکری، این یکی از ویژگی‌های اهل سنت و الجماعت است که بارها ما در این زمینه مطالبی رو خدمت بینندگان عرض کردیم. بله. آقای قریشی میگفتند که فاطمه به خاطر اینکه دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود، سید النساء الجنه نشد
به خاطر اعمال نیکش بود. در مورد این که برترین نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که در روایتی از ایشون برگزیدگان هستند که الله متعال از فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو و از اسماعیل مضر رو و قریش رو و بعداً بنی هاشم رو برگزیدند. این هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره که تمام این بزرگ هم رسول الله و هم فرزندان ایشان برگزیده ترین نسل بشریت در واقع هستند. اما مطلبی که ایشون میخواستند اشاره بکنن این است که اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار نجات و برتری در روز قیامت همون تقوا و عمل صالح هست که بر این اساس با انسانها برخورد میشود، نه بر اساس این که فلانی فرزند چه کسی هست. چه بسا پیامبرانی رو ما داشتیم که فرزندانشون هم کافر بودند و مسلمان نشدند و خداوند مانند حضرت نوح علیه السلام که هیچ گونه ارزشی رو در واقع ندارند. ارزش در کنار این که فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، ارزش برتر به ایمان و عمل صالح ایشان بود. بله. بیننده دیگری که فکر کنم از برادران خونگرم و غیور آذری بودن، ایشون 60 سال با وضوء شیعه نماز خوندن و الان 3 ساله که الله سبحانه و تعالی ایشون رو این نعمت رو بهشون داده که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله که خداوند متعال ایشون رو بر آن چیزی که خود الله متعال در واقع میپسندند راهنمایی بکند و بر آن ثابت قدم بدارند و زندگی ایشان رو بر اساس رضا و مرضی خود الله متعال ان شاء الله بتونن ایشان سپری بکنند. در مورد نمازی که ایشان با وضوء شیعه میخونند، گرچه وضوء شیعه از دیدگاه ما وضوء نادرستی هست و نماز خوندن با چنین وضوئی درست نیست، منتها چون که ایشان مقلد بودند، یک مرجع دیگری پشت سر ایشان بوده که ایشان رو در واقع مرجع تقلید خودشون قلمداد کردن، نماز ایشان به عنوان یک مقلد درست هست، زیرا که بر مبنای فتوای یک عالم، یک مرجع دینی این کار رو انجام دادن. اگر گناهی وجود داشته باشه در این زمینه که یک فتوای نادرستی رو دادند، یک عمل، یک حکم شرعی رو به خلاف واقع بیان کردن، این گناهش برمیگردد به خود اون علما و اون مراجعی که دیده و دانسته خلاف فتوا دادن. خود این فرد و این عزیزمون هیچ گونه گناهی برگردن ایشان نیست و ان شاء الله ما امیدوار هستیم که خداوند متعال نمازهای گذشته ایشان را قبول بکند. اضافه بر این حتی کفار و حتی کسانی که مسلمان نبودن وقتی که مسلمان بشوند، خداوند متعال اون گذشته اونها را، اعمال و بدیهای اونها را هم تبدیل به در واقع حسنات خواهد کرد، چه برسه به این که نمازهایی رو که خونده بودن بر اساس یک فتوای یکی از مجتهدین. بله، جزاکم الله خیر. وقتمون کاملا به پایان رسید. اگر سخن پایانی دارید در خدمت شما هستیم. من امیدوار هستم که اون گونه که رویه برنامه ما هست، ما با اعتدال و میان روی و بدون جانبداری این مسائل رو مطرح میکنیم و دوست داریم که دوستان شیعه و سنی ما اون گونه که واقعیت هست، دلایل را بر اون جایگاه اصلی که دارند، آیات را اون معنی و مفهوم حقیقی که دارند، روایات را بر اون درجه اصلی و واقعی که از صحت دارند در واقع در همون درجه بسنجند و با آیات و روایات صحیح و روایات صحیح و سریع انشالله بتونند حق و حقیقت رو پیدا بکنند و بر اساس قرآن و سنت صحیح انشالله زندگی خودشون رو سپری بکنند. جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه حجت بی حجت از شبکه جهانی وصال حق بودید و همچنین تشکر میکنم از عزیزانی که تماس گرفتن و از برادران و خواهرانی که پشت خط موندن و نتونستیم صدای گرم اونا رو بشنویم. از همشون عذر میخوایم. انشالله در برنامه بعدی سعی میکنیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. الله یار و نگهدارتان باد. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته.